نیست، در جالبی هم نیست. من سعی کردم راجع به یک نکته‌ای بپردازم که اون نکته در این کتاب اول که سال 2004 منتشر شد، این دومی 2016 است، تازه در آمده. بحث من دومین کتاب نیست واقعا. من اون کتاب اول رو در امشب مبنا قرار دادم و یه بعدی که به نظرم می اومد که بعد مهمی باشه. بالاخص خب من با ترکیب کل جمع این سعادت نداشتم که در جلسات دیگر این جلسه باشم، ولی میدونستم یه سری از دوستان عزیز اینجا حاضر خواهند بود. بنابراین سعی کردم یکی از ابعاد این بحث رو بگیرم که هم شاید با روال جلسات شما بیشتر خوانایی داشته باشه، هم یه بخشی از خودم رو بیان کنم برای دوستانی که سالیان سال منو میشناسن. و اون یک پرسشه و اون پرسش از این قراره: آیا ما یک تئوری جامع تحول اجتماعی داریم؟ منظور از تئوری جامع تحول اجتماعی چیه؟ کلمه جامع رو من به معادل فرانسهش میشه انتگرال و معادل انگلیسیش کامپریهنسیو. برای اینکه نمونه بدم از اینکه منظور از تئوری جامع تحول اجتماعی چیه، تئوری کارل مارکس یک تئوری تحول جامع اجتماعی، یعنی اون میتونه بگه که آقا من پیش بینی میکنم که بعد از سرمایه‌داری سوسیالیسم میاد و مدعی هستم که این پیش بینی من مبانی علمیه. خب و این یک ادعای مهمیه، یعنی یک کسی در یک موقعیتی قرار بگیره که میان این همه عواملی که میتونه یه جامعه رو تعیین کنه، از فرهنگ، مذهب، سیاست، اقتصاد، روانشناسی، او بگه من جایی وایستادم که اینجا اقتصاده و از اینجا قادر هستم پیش بینی کنم آینده این نظام چیه. اینی میگن تئوری تحول اجتماعی. ماکس وبر به یه معنای دیگه همین کار رو میکنه، کارل پولانی همین کار رو میکنه. یعنی در واقع از قرن 19 تا همین آغاز سده قرن، در واقع قرن 21، ما یک بخشی از متفکرین اجتماعی رو داریم که مدعی هستند دارای یک تئوری جامع تحول اجتماعی. من میخوام اینو زیر سوال ببرم و این کتاب من به یک معنا دریچه‌ای رو باز میکنه برای این پرسش که ما در موقعیتی نیستیم که یک تئوری جامع تحول اجتماعی هنوز داشته باشیم. من سعی میکنم چرایی این رو توضیح بدم، نه اینکه نمیتونه در یک دوره دیگه این کار انجام بشه، ولی میخوام بگم گرفتاری های یک تئوری تحول اجتماعی چیه. به عبارت دیگر میخوام بگم چرا مثلا علیرغم که یک اندیشمند بزرگ، فیلسوف و اقتصاددان بزرگ مثل کارل مارکس یک تئوری رو درست کرد که بعد از سرمایه‌داری سوسیالیسم میاد، برای این 3 بین الملل ساخته شد، جنبش‌های کارگری مهمی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و جریانات متعدد دیگر سوسیالیستی غیر مارکس با او همداستان شدند، بین الملل اول و دوم و سوم ساختن، کلی آدم‌ها در واقع براش جنگیدند، حاصل شد نظام شوروی که همین تا امروز هم ما راجع به نظام شوروی با قطعیت نمیتونیم بگیم طبیعت نظام شوروی چی بود. بالاخره سوسیالیسم بود، سرمایه‌داری دولتی بود، اصلا یه نظام جدید بود، چه بود؟ پیچیدگی این داوری در مورد این نظامی که براش این همه جنگیده شد، یعنی انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، فلان فقط در اونجا نبود، در جای دیگه هم اتفاق افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم یه مجموعی از کشورهای بلوک شرق که ساخته شد در واقع این موقعیت رو داشتن. بعضی از اونها به مدد ارتش سرخ یک تغییراتی توشون شد و برخی دیگر از اونها نه، یک انقلابی برای خودشون داشتن و اینا با همدیگه تفاوت‌هایی دارن، همشون از یک دست نیستن. یک کسی که مثلا کار علوم انسانی و اجتماعی میکنه، خب من علاقه‌مند بودم ببینم در میان این دوستانی که علل اصول در جلسات کافه لیت میان آیا کسانی هستن که دارن روی به اصطلاح تئوری اجتماعی کار میکنن، جامعه شناسی، سیاست یا رشته‌های دیگری که رشته‌های غیر فنی محسوب میشن. برای کسی که به خصوص در حوزه علوم اجتماعی کار میکنه این سوال مهمیه. مثل یک پزشک که تا حدودی میتونه راجع به بیمارش یه پیش‌بینی‌هایی بکنه، کسی هم که اقتصاد مطالعه میکنه و اقتصاددونا خیلی وقتا خودشون رو با علم پزشکی مقایسه میکنن. میخوام بگم ما میتونیم در موقعیتی هستیم که میتونیم پیش‌بینی بکنیم در مورد آینده جوامع و اساس فکر تئوری تحول اجتماعی از کجا ناشی میشه. این از یک ایده خیلی خیلی مهم
ناشی میشه و اونی که اقتصاد پایه جامعه است. این نکته رو کارل مارکس نگفت، این نکته رو برای اولین بار آدام اسمیت و بعدش هم داوید ریکاردو گفتن که هر دوتا از اقتصاددانان بزرگ مکتب کلاسیک در انگلستان بودن. اونها بر این باور بودن که یک جامعه علیرغم تنوع فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، غیر و غیر و غیره، یه چیز هست که پایه جامعه رو میسازه. قبل از اینکه فلسفه ببافیم، هنر بورزیم، باید راجع به وضعیت معیشتمون تصمیم بگیریم. چگونه میخوریم، چگونه کار میکنیم. این هست نوع زندگی اجتماعی ما رو که شکل‌های فلسفیدن ما رو، اندیشیدن ما رو، سیاست ما رو تعیین میکنه. به عبارت دیگر اون عبارتی که در اندیشه مارکس آمده و خیلی های دیگه گرفتن از اقتصاددانان معاصر مثل ژوزف آلویس شومپتر تا کارل پولانی و غیره که یک زیربنایی هست و یک روبنایی هست. این زیربنا اقتصاده که شامل نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی تولیده، روبناش سیاست، فرهنگ، ادبیات، هنر و غیره است. اگر این فرض رو ما بپذیریم، باید بگیم اگر اقتصاد تغییر بکنه، متناظر با اون بقیه چیزای دیگه هم تغییر میکنه. یعنی نقش اقتصاد در تحلیل نهایی تعیین کننده است. طبیعتاً مارکسیست ها این شعور داشتن. شما آثارشون رو نگاه کنید، پلخانوف، کارپاتسکی و غیره، که میگفتن آقا ما ماتریالیسم اقتصادی صرف نیستیم، یعنی میگیم در تحلیل نهایی، ولی فاکتورهای واسطه‌ای هم هست که بین این و اون عمل میکنه و اینقدر رابطه ساده نیست. ولی در تحلیل نهایی اگر اقتصاد تحول پیدا کنه، بقیه هم تحول پیدا کنه. بسیار. این تزی رو که در واقع آدام اسمیت مطرح کرد، ریکاردو مطرح کرد، مبناش چی بود؟ از کجا اینا گفتن اقتصاد پایه است؟ اینا این مطلب رو از یک نکته مهمی آغاز کردن و اون اقتصاد بازار بود. گفتند اقتصاد بازار از روابط اجتماعی استقلال داره و جامعه رو تابع خودش میکنه اقتصاد. اون هم نه هر اقتصادی، نه اقتصاد مثلا مبتنی بر تعاون، نه اقتصاد مبتنی بر توزیع متمرکز دارایی ها، مثل اقتصاد فرض کنید مصر که یک دولت بزرگی بود، تجدید توزیع منابع میکرد. نه، از زمانی که بازار شکل میگیره، بازار خودش رو از جامعه مستقل میکنه. چجوری؟ بازار چی بود؟ بازار با دو سبقه میشناختن، با دو خصیصه بازار تعریف. چون یکی بازار قدیمی است که ما در شرق داریم، در چین داریم، در ایران داریم، در ازمنه باستان داریم. یک بازار جدیدی داریم که در واقع پایه‌هاش سده 18 ریخته شده و بعد با انقلاب صنعتی گسترش پیدا کرد. این بازار دو مؤلفه داره که از بازارهای سنتی او رو منفک میکنه. این دو مؤلفه چیا بودن؟ یک، قیمت تعیین کننده است، یعنی تمام امور یک ارزش پولی داره. درست؟ دو، از روابط اجتماعی مستقله. استقلالش از روابط اجتماعی اینه که بازار مبتنی نیست بر شناسایی‌های محلی. این بازار که از روابط اجتماعی استقلال پیدا کرده، این بازار که درش شاخص تخصیص منابع قیمت‌ها هستن، بازار مدرنه. الگوی بازار مدرن چیه؟ بورسه. بنابراین باید مفهوم بازار سنتی رو از بازار جدید تفکیک کرد. بازار سنتی همیشه در پیچیدگی‌ها و در پیچیدگی‌های روابط اجتماعی تنیده بود. شما بازار سنتی رو که به انگلیسی هم هنوز میگن دیگه هگلینگ مذاکره میکنید، این بازاری است که تو مراکش دارید، تو تونس دارید، همین امروز هم دارید، توی ایران خودمون بازارهای محلی دارید. اون از روابط اجتماعی غیر قابل تفکیکه و قیمت نیست که همه چیز تنظیم میکنه. بازارهای بورس نه، اصلا آدم همدیگه رو ندیدن. 1000 بار یک جنس که در راهه، در مسیر، حالا میخواد پنبه باشه، میخواد طلا باشه، میخواد هر جنس دیگه‌ای باشه، داره معامله میشه و به دو بستان میشه. خب از روابط شخصی منفک شده، امپرسوناله. درست؟ بازاری که امپرسوناله و اساسش قیمته که منابع رو تخصیص میکنه. این بازار از جامعه خودش رو مجزا میکنه و بعد چیکار میکنه؟ همه چیز جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده
و شروع میکنه تغییر دادن. این تو مانیفست حزب کمونیست مارکس به قشنگی میگه این بازاری که خودش تفکیک میکنه از روابط خانوادگی، شروع میکنه همه اینا رو خریدن، تا اونجا که امروز شما میدید جواره و اعضا رو نه فقط کلیه رو میخرن، درست، بلکه محبت خانوادگی طرف میخره. تو ژاپن خانواده ندارید، تک و تنها هستید، پول میدید، به مدت یک هفته یه خانواده میخرید، یعنی میان نقش به اصطلاح بچه رو براتون بازی میکنه. یعنی همه چیز، نه فقط خورشت و غذا که تبدیل میشه کالا میشه، بلکه همه چیز زندگی اجتماعی شروع میشه به کالایی شدن، ارزشی شدن. به این ترتیب سرمایه‌داری جامعه همشکل خودش ایجاد میکنه. جوامع گذشته را هرچه ما به ازمنه باستان برگردیم، تفاوت‌ها بین جوامع مختلف بیشتره. هرچه جلوتر میایم میبینیم شباهت‌ها زیادتر میشه. این شباهت‌ها از منطق اقتصاد بازار منبعثه. بنابراین از اینجا این بحث شکل گرفته که اقتصاد پایه است. منظور از اقتصاد بازاری مدرنه که پایه است، منطق سود و زیانه و اقتصاددان معاصر چیزی رو خلق کرد که بهش میگیم هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی. یعنی قبل از هر چیز سود و زیان عمل رو بررسی میکنه، نه اینکه فاکتورهای دیگه موثر نیستن، ولی این فاکتور خیلی خیلی مهمه. یعنی اینکه اگر شما میخواید برای دوستتون برید جشن تولدش یه هدیه‌ای ببرید، درسته محبتتون برای دوستتون است، ولی باید بپرسید آیا من بودجه‌شو دارم، چقدر قراره این هدیه رو ببرم. اقتصاددان به این قصه نگاه میکنه، قوه خرید شما برای این ماجرا. خب بنابراین اون چیزی رو که در واقع کارل پولانی گفته در ادامه مارکس، کارل پولانی 1944 ترانسفورماسیون بزرگ، حرف کارل مارکس و کارل پولانی هم میگه البته نظرگاه مارکس کاملا صادقه. از زمانی که اقتصاد بازار مدرن شکل گرفته، اقتصاد پایه جامعه میشه و بقیه چیزهای دیگر رو تعیین میکنه و به این معناست که اوضاع تحول پیدا. مارکس یک چیز دیگه ای را هم بر این فاکتوری که آدام اسمیت و ریکاردو گفته بودن اضافه کرد در تئوریش، و اون اینه که درست اقتصاد پایه جامعه است، ولی خود به خود ما از یه اقتصاد به اقتصاد دیگه ای نمیریم. اقتصاد برای اینکه از یک جایی به جای دیگه بره به مبارزه طبقاتی نیازمنده. مبارزه طبقاتی هم یعنی بین گروه‌های اجتماعی که یکی نفعشون در بقای نظمه و دیگری در تغییر نظم. نظریه مبارزه طبقاتی برای تحول جامعه هم از آن مارکس نیست. اون نظر هم از جانب مورخین فرانسوی مثل گیزو، تیری و مینه تشریح شده. دوستانی که تکامل نظریه مونیستی تاریخ پلخانوف رو دیدن، به خوبی پلخانوف رو براشون تشریح کرده که چجوری در واقع این مورخین فرانسوی توضیح دادن که گذار از جامعه فئودالی به سرمایه‌داری، از جامعه مبتنی بر زمینداری به اقتصاد صنعتی و تجاری مبتنی بوده به جنگ بین فئودال‌ها با بورژواهای نوخاسته. درست؟ و راجع به این کلی نوشتن. مارکس و انگلس تنها کاری که کردن گفتن این جنگ به همینجا ختم نمیشه. نظام سرمایه‌داری هم درش دو طبقه متخاصم هست، پرولتاریا یعنی کارگران صنعتی و سرمایه‌داران که مدافع این نظم جدید هستند. جنگ بین این دوتا هم هست که باز نظام رو تغییر میده. من میخوام توجه شما رو به یک چیزی جلب کنم. جنگ بین طبقات متخاصم کارل مارکس باز بستگی داره به مسئله اقتصاد. یعنی اینجوری نیست که مارکس بگه مبارزه طبقاتی یک چیزه، اقتصاد یک چیز دیگه است. نه، همون اقتصادی که پایه اجتماع است به تعبیری که من گفتم تعیین میکنه کدوم طبقات قراره به جون هم بیفتن. یعنی این نظریه به این معنا تئوری جامعه تحول اجتماعی، یعنی میگه اقتصاد پایه است، ولی برای اینکه اقتصاد تحول پیدا کنه طبقاتی که به اقتصاد معنی میدن و درش زندگی میکنن اینها جنگشون تحول جامعه رو تعیین میکنه. خب پرسشی که من میخوام طرح بکنم و از این پرسش میخوام آغاز کنم اینه که علم الاقتصاد چیه؟ موضوعش چیه که این اقتصاد پایشه؟ در این مورد یک تعریفی ما داریم از آدام اسمیت که بنیانگذار علم الاقتصاد محسوب میشه. در کتاب پایه‌ایش به نام ثروت ملل 1776 یعنی پایان قرن 18
میگه علم الاقتصاد موضوعش افزایش ثروت و قدرت. این تعریف متعاقباً به وسیله اقتصاددانان دیگه مورد پرسش قرار میگیره. مهمترین اقتصاددان کلاسیکی که بعد از آدم اسمیت این تعریف رو به چالش میکشه کسی است به نام ژان باتیست سه، فرانسوی است و او یک مبانی علم الاقتصاد سیاسی رو داره. اون موقع علم الاقتصاد نمیگفتن، همه میگفتن اقتصاد سیاسی، اکونومی پلیتیک یا رساله اقتصاد سیاسی. او مطرح میکنه که این تعریف یه مقداری مخدوشه. موضوع علم اقتصاد از این قرار: اقتصاد علمی است که روش‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت رو مطالعه میکنه. اساس اقتصاد تولید ثروت، افزایش قدرت رو بذاریم کنار. و اگر منظور از قدرت چیزی باشه، اقتصاددون توجهش به قدرت خریده، purchasing power، pouvoir d'achat، قدرت خرید، نه اینکه چقدر مهمات داره، اسلحه داره، توپ داره، تفنگ داره. بنابراین موضوع علم الاقتصاد باید یکسره از موضوع علوم سیاسی تفکیک بشه. علم السیاست علمی است حدیثش به این برمیگرده که رابطه مردم و دولت و مناسبات دولت‌ها با هم چگونه است، و علم الاقتصاد به این برمیگرده که کدوم وسایل برای تولید، توزیع و مصرف ثروت مورد نیاز. این آشفتگی رو بگذاریم کنار. از اون زمان تا همین امروز 2016 کتاب‌های علم الاقتصاد شما ورق میزنید، این تعریف از اقتصاد در صدرش اومده، زینت همه کتاب هاست. علم الاقتصاد علمی است که به تولید ثروت اختصاص داره. خب پرسشی که من در واقع دارم این هست: اگر علم الاقتصاد این سوالشه که افراد، گروه‌های اجتماعی، ملل چقدر ثروت تولید میکنن، چه باید کرد با قدرت تخریبی افراد، گروه‌ها و ملل؟ یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. یک فرض بگیرید محصلی که کلاس 12 رو ناپلئونی قبول شده در فرانسه. این اگر بخواد کار کنه چقدر درآمد در سال میتونه داشته باشه؟ من یه محاسبه سرانگشتی میکنم، میگم بیشتر از 10,000 یورو نمیتونه داشته باشه. اگر کسیه باشه یا توی مکدونالد کار بکنه، بین 800 تا 900 یورو در بیاره. تازه ما حساب کنیم که هر 12 ماه داره کار میکنه، میشه 9800 تا. برای اینکه روند کنم عدد رو میگم 10,000 یورو، یعنی 2 ماه سالم اصلا هیچ گونه مرخصی نداشته باشه و همه رو کار کنه. پرسش: همین دانش آموز اگر تصمیم بگیره اتوبوس آتیش بزنه، شیشه مغازه ها رو بشکنه، چقدر ارزش از بین میتونه ببره؟ ما نمونه داریم. 3 هفته‌ای که در نوامبر 2005 این اتفاق در حومه‌های پاریس افتاد، در 3 هفته 200 میلیون یورو، حدود 5-6 هزار دانش آموز ارزش از بین بردن. یعنی شما اگر محاسبه کنید هر دانش آموز تقریبا 50 برابر پولی که میتونه، ثروتی که میتونه بسازه، میتونه از بین ببره. این قدرت تخریبی فقط برای دانش آموزی که من مثال آوردم نیست، برای گروه‌های اجتماعی و برای ملل هم صادق هست. یعنی شما قرار نیست فقط ثروتتون از طریق تولید و مبادله کسب کنید. اگر بتونید از طریق غصب، نهب، اپروپرییشن، غصب کردن ثروت، تاراج به دست بیارید، خب همین کار رو میتونید بکنید. درسته؟ خب علاوه بر این، همین نمونه‌ای که من برای این دانش آموزان آوردم یه نمونه‌ای هست که فقط اهمیتش در نابودی ثروت نیست. یه اتفاق دیگه هم افتاده که ما بایدش توجه کنیم. دانش آموزی که داره جنس ها رو از بین میبره در اون شورش، احساس بلوغ میکنه، احساس هویت میکنه. میدونیم که وقتی که یک کسی میره سر کار احساس بلوغ میکنه، ولی بلوغ رو میشه به 2 شیوه کسب کرد. مثل همین داعش، صندوق بزن منفجر کن، بزرگ دارم میشم، ادولت میشم. بنابراین فقط قدرت ارزش رو که از بین میبره نیست، بلکه بهش یک فاز جدید، یک هویت جدیدی هم داره بهش میده. اوکی، حالا برای یه لحظه این هویت جدید رو بذاریم کنار، یه سوالی رو بکنیم.
بگیم بسیار خوب، قدرت تخریبی اینا خیلی میتونه زیاد باشه، ولی این چه ربطی داره به اقتصاد؟ اینا که فقط ارزش از بین برده، این ضد اقتصاده. میگم نه، از این قدرت میشه در این حال استفاده کرد برای اقتصاد. نمونه بارزش فیلم چارلی چاپلین 1920. کودکی میره با پدرش که شیشه بره، کودک سنگی میندازه، شیشه ای رو میشکنه، پدر ظاهر میشه با دستگاهش برای جابجا کردن تعویض شیشه. خب بنابراین شکستن اون شیشه بازار شیشه بر رو گرم میکنه. شما میگید که چارلی چاپلین چیه؟ قصه داریم میگیم برای ما. میگم نه، جنگ عراق. خب میریم عراق رو بمباران میکنیم در 2003، پشت سرش هالیبرتون میاد، تمام بازسازی اقتصاد عراق میشه منبعی برای سود سرمایه اینا. و خب شما میگید که این که زیاد خنده‌دار نیست. میگم نه، چون هم آدم کشته شده اینجا، در نمونه چارلی آدمی کشته نشده، و دوم دولتی منهدم شده. در نمونه چارلی همیشه چارلی مظلومه در مقابل پلیسا، اینجا نه، اینجا تمام دستگاه دولتی داغون شده، همین دستگاهی که امروز ظاهر شده به صورت داعش. درست؟ بنابراین مسئله قدرت تخریبی آیا به اقتصاد ربط داره یا نداره؟ پرسشی که من در این کتاب مطرح کردم اینه. جواب من به این سوال روشن. قدرت تخریبی قدرتی که به اقتصاد ربط داره، به انواع و اشکال گوناگون ربط پیدا میکنه. باید اما مفهوم تخریب رو در اقتصاد وارد کرد و دید چه چیزایی اتفاق میفته. مشکلی که آغاز میشه با وارد کردن مفهوم تخریب اینه که از زمانی که ما به رسمیت بشناسیم اقتصاد فقط علم تولید ثروت نیست، علم تخریب ثروت هم هست، مشکل ایجاد میشه برای اینکه ما بتونیم بر مبنای اقتصاد به عنوان زیربنا تئوری جامعه تحول اجتماعی رو بسازیم. من توضیح خواهم داد که گرفتاری چیه. از زمانی که ما این رو به رسمیت بشناسیم که اقتصاد فقط تولید ثروت نیست، بلکه تخریب ثروت هم هست. برای اینکه این رو بیشتر بفهمیم لازم هستش که ما یه مقداری عمق بدیم به مفهوم تخریب در اقتصاد. من 3 معنا رو از تخریب تفکیک کردم توی همین کتاب، 3 معنای عمده که اشکال گوناگون دارن. این 3 معنا رو خدمتتون عرض میکنم، بعد وارد جزئیات بیشترش میشم. 1. تخریب مولد. 2. تولید مخرب. و 3. تخریب محض. از اولی شروع میکنم. تخریب مولد چیه؟ تخریب مولد بخشی از پروسه تولید. شما میخواید میز درست کنید، باید درخت رو قطع کنید. چوب لازمه برای ساختن درخت. تشنگی رو برطرف میکنم. لازمش اینه که آب رو نابود کنم. یعنی لذت بردن از این آب، یک جرعه آب در موقع تشنگی بسته به نابود شدن خود جسم آب. درسته؟ تخریب مولد بخشی از پروسه تولیده، منفک نیست. به عبارت دیگر این نوعی از تخریبه که جزو ذات تولیده. چند نمونه دیگه میارم. ابداع و آموزش. آموزش یعنی چی؟ آموزش یعنی تصحیح کردن، تخریب کردن داده های غلط در ذهنتون و جانشین کردن داده های جدید. اضافه میکنم برای ابداع چیه؟ ابداع یعنی جنس قدیمی رو نابود کردن از طریق تولید جنس جدید. اصطلاح خراب کردن بر اثر ابداع رو اقتصاددان برجسته، اصلش اتریشی، استاد هاروارد بود سالیان سال، همه اقتصاددونا میشناسنش، ژوزف آلویس شومپتر تعریف کرد و اسمش رو گذاشت تخریب مولد. Creative Destruction. Creative Destruction هسته اصلی برای تولید سرمایه‌داری هست از نظر شومپتر. یعنی چه؟ یعنی که سرمایه‌داری اساسش بر اینه که اجناس جدید و روش‌های جدید تولید و سازماندهی رو جایگزین روش‌های قدیمی‌تر تولید و سازماندهی میکنه. این کار دائمیه، بنابراین همیشه نو میکنه. این عبارت توی مارکس هم هست. نظام سرمایه‌داری ذاتاً انقلابی است. این عین عبارت بیانیه کمونیسته. ذاتاً انقلابی است یعنی چی؟ دائما داره شیوه‌های تولیدش عوض میکنه. این میکروسافت نمونه اینه. امروز
شماره این تلفن دستی شماره 6 درآمد، فردا باید جنریشن 7 باشه، 8 باشه، حتی بعضی وقت زائد داره اختراع میشه، ولی اختراع دائم جزو روح تولید سرمایه. اینو بهش بحث میشه میذارم تخریب مولد. تخریب مولد یک جنس مشتقم داره که اون زباله است. داستان زباله داستان بسیار مفصلیه. میشه زباله رو به عنوان جنس همزاد تولید گذاشت. چجوری زباله است؟ زباله یک بحث بسیار پیچیده‌ایه که به نظر من بحث اصلی قرن 21 زباله که ما کمترین توجه رو هنوز بهش داریم. شاید مهمترین مسئله در محیط زیست هم مسئله زباله است. من رو اجازه بدید وارد این بحث نشم. راجع به این جای دیگه فکر کردم، کارهایی رو روش کردم، ولی بحث زباله بحثی که به کار ما در تقریب مرتبطه. دوم، تولید مخرب. تولید مخرب یعنی چی؟ تولید مخرب درست عکس تخریب مولد. در تخریب مولد شما چیز جدیدی خلق میکنید تا چیز قدیمی رو از بین ببرید و جایگزین کنید. در تولید مخرب اول نابود میکنید، بعد چیز جدیدی وارد میکنید. این کاریه که هالیبرتون میکنه در مورد بمباران عراق. اول عراق رو میکوبید، بعد بازسازیش میکنید. تمام نیروهای نظامی، تولید سلاح‌های نظامی، میدونید چقدر هست تولید سلاح‌های نظامی که ما زیاد راجعش صحبت نمی‌کنیم. به نظر مهمترین مانع توسعه اقتصادی در دنیا هزینه‌های نظامی است. من فقط یک رقم میگم. 11% تولید ناخالص جهانی، 11% تولید ناخالص جهانی سلاح‌های نظامی است. معادل 1000 میلیارد دلار در طول سال هزینه در واقع سلاح‌های هسته‌ای است. 11% یعنی چی؟ یعنی با 15% این 11% تمام بدهی‌های یونان که میشه پرداخت در هیچ، تمام پروژه‌های سازمان ملل برای توسعه هم میشه بهش داد. اگر 15% از این 11% رو کم کنید که یه چیزی معادل 3% میشه از کلش، تمام اون بودجه رو میپوشونید. درست؟ خب این میشه در واقع تولید مخرب. ولی تولید مخرب در نظر داشته باشید وقتی که میان مثلا فرض بگیرید دستگاه‌های مثل فرض برای نمونه بگم تمام این چیزهایی که به عنوان درون میگن، در واقع چی برای فارسی مشابه کلمه درون رو پهپادهایی رو که ایجاد کرد، پهپادهای نظامی که بیشترین کشتارهای اخیر آمریکا در دوره از در واقع بوش پسر به این سوی از پهپادها بوده. پهپادها برای درست کردن شما بیشترین کار در این حال اطلاعاتی و تکنیکی و انقلاب فنی رو لازم دارید. یعنی اینجوری نیست که چون تولید نظامی هست این تأثیری راجع به تولید سیویل نمیذاره و اون رو ما بهش میگیم تکنولوژی دوگانه. به عبارت دیگر میخوام اینو بگم در تولید مخرب درسته که هدف تخریبه ولی تولید متوقف نمیشه، حتی تولید پیچیدگی هایی پیدا میکنه. جنگ ایران عراق رو نگاه کنید، بخشی از صنایع ما که پیشرفت کرده در نتیجه جنگ در زمینه ماشین سازی به خاطر خودکفایی نظامیه. درست؟ بنابراین منطق تولید مخرب از تولید منفک نیست. سومین بخش رو من اسمش میذارم تخریب محض. تخریب محض یه جوری مثل خلقت محض، مثل بیگ بانگ. تخریب محض یعنی چی؟ تخریب محض اینه که هیچ جنبه سودداری توی تخریب نیست. من روم رو به آتش میکشم و شهر دیگه‌ای به جای روم میسازم. سزار روم، نرون، دیوانه، بزرگترین چیز این بود که من امروز 1000 برده رو گردن زدم. ثروتمند دیگری پیدا کنید که بتونه بیشتر از 1000 برده رو گردن بزنه. یک جور عمل بخشش غیر قابل هدیه‌ای که نمیتونید شما عوض بهش پس بدید. قدرت تخریبتون قدرت شأن تو، منزلتت رو در جامعه نشون میده. اونقدر بتونی نابود کنی که هیچ کس به اندازه تو نتونه نابود کنه. این قدرت خدایی تو اینجا نه در قدرت سازندگیته بلکه قدرت تخریبته. این امر بهش ما در آنتروپولوژی میگیم پولتاک.
پتلاک در واقع عمل نابود کردن به صورت یک جور هدیه که مابعضا نداره و این کار در گذشته بسیار بسیار صورت می‌گرفت. پتلاک معاصر در سرمایه‌داری منطق خودش رو گم میکنه، مگر اینکه شما یه هیتلری داشته باشید که بیاد طرح نهاییش رو این بذاره، من نابود میکنم برای اینکه قیصر و نژاد جدیدی رو بسازم. درست؟ این سه شکل از تخریبه که من میخواستم توجهتون، سه حوزه تخریب. انواع و اشکال گوناگون تخریب چیه؟ در مورد انواعش من دو نوع تخریب رو از هم تفکیک میکنم: خود تخریبی، دگر تخریبی، خودکشی و دگرکشی. این یک نوع تفکیکه و دیگری تخریب فردی و تخریب جمعی. اگر از این انواع تخریب صرف نظر کنیم نمیتونیم از اشکالش صرف نظر کنیم. 4 شکل عمده تخریب رو باید تفکیک کرد، براشون مکث کرد. یکی تخریب فیزیکیه، همینی که الان بهش اشاره کردیم، نابود کردیم. یکی تخریب روحی و معنویه، بزرگانش مجبورم اینجا راجع به مذهب صحبت کنم، سازندگانش تمام مذاهب دنیا، جهنم و بهشت. عقوبتی به تو میآید که نگو نپرس. درست؟ این عقوبت، این جهنم سوزنده تخریب روحیه. اگر که تو فلان کار مخالف مرام و مذهب رو بکنی، بدون که غیر از این که اکسکامیونیکیت میشی، تو رو ما از قوم خودمون، از جماعت خودمون دور میکنی، در آتش جهنم میسوزی. بنابراین تخریب روحی پایه قدرت کشیشانه از ازمنه باستان تا امروز. تخریب اطلاعات یعنی نابود کردن حافظه. تمام این اهرام ثلاثه رو که شما میبینید، هر پادشاهی که آمده سعی کرده تمام پاک کنه. کیا این ابنا رو ساختن، اونها رو پاک کنه، اسم خودش رو بذاره. بنابراین تخریب اطلاعاتی. و آخرین تخریب که اهمیتش هر روز بیشتر میشه، تخریب ویرتوئله. تخریب در واقع جنگ سیبرنتیک، جنگ اطلاعاتی، تخریب دنیای مجازی که این ابعادش در امور نظامی امروز داره هرچه بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین تخریب فقط شامل قهرآمیزها نیست. تخریب میتونه قهرآمیز باشه، میتونه غیر قهرآمیز باشه. فردی رو که شما از یک جمع میرونید، میتونید واقعا تخریبش بکنید به مراتب بیشتر از اینکه کتکش بزنید. درست؟ خب تعریفی بکنیم بنابراین که بتونه شامل همه اینا بشه از قدرت تخریبی. تعریف من از قدرت تخریبی اینه که قدرت تهدید که میتونه به انهدام ارزش مصرف و مبادله جسم و جان آدمی و طبیعت بشه. این توصیفی که من دادم همین اشکال رو میپوشونه، ولی من حالا میخوام یه چیز دیگه ای رو بهش اضافه کنم که تعریف تئوریکش بشه. تخریب یک بازی با نتیجه منفی. در تئوری بازی ها ما 3 جور بازی داریم. بازی که هر دو طرف برنده، مثل فرض کنید مبادله خریدن این آب. بازی که حاصل صفر، یکی میبره یکی میبازه، مثل بازی شطرنج. و بازی که هر دو طرف در واقع بازنده، یا زیان ناشی از این بازی به مراتب بیشتر از سود یک طرفه. درست؟ تخریبی که من دارم صحبت میکنم بازی است با نتیجه منفی. درست؟ این اصلی ترین نکته من. خب حالا که اینو گفتم، عملکرد قدرت انهدامی چیه؟ عملکرد قدرت انهدامی دوگانه است. یکیش تجدید توزیع منابع به زوره، به عنفه. درست؟ بنابراین یک شیوه ریدیستریبیوشنه، غودیستریبیوشنه، یک شیوه تجدید توزیع درآمد هاست. 2 تأثیرش تعیین قواعد بازیه و این تأثیرش در ساختن نهادهاست که حائز اهمیتش میکنه. خب من در اینجا میخوام یک نکته رو بگم و بعد از این به یک مسئله بپردازم که در واقع من الان چقدر صحبت کردم؟ من 20 دقیقه دیگه فرصت. 20 دقیقه بسیار عالیه، برای اینکه درست اینجا میایم به جایی میرسیم که به کار ما به طور نزدیکتری رفت پیدا میکنه. خب نکته‌ای که من اینجا دارم این هستش که تمام نکته‌ای که تا الان من گفتم اینه که عملکرد قوه تخریبی میتونه روی قواعد بازی هم اثر بذاره. علل اصول اما چنین گفته میشه
که تخریب و نظم دو نقطه متضاد همه. یعنی شما وقتی که دارید از روش تخریبی، روش تعارض استفاده میکنید، یه نظمی رو به هم میزنید تا اینکه قاعده ای رو ایجاد کنید. نگاهی که من در اینجا دارم ارائه میدم درست معکوسه. نگاه من اینه که میشه از قوه تخریب برای شکل دادن به یک قاعده اجتماعی و یک نظم اجتماعی استفاده کرد. من دو نمونه میارم تا منظور خودم رو روشن کنم. یک نمونه تعریف کلمه سوسیته است، جامعه. کلمه سوسیته از کلمه سوسیوس میاد، یعنی متحدین رومی ها در جنگ هاشون علیه دیگران. یعنی اساساً یک جامعه نظامی اتحاد ایجاد میکنه. همین امروز میبینید که تمام چرا از هژمونی آمریکا صحبت میکنن، چجوری بتونه یک ائتلاف ایجاد کنه که بقیه پشتش باشن. اگر ناتو نبود تمام نظم بعد از جنگ جهانی دوم معنای خودش از دست می‌داد. بنابراین قوه نظامی، قوه قهریه میتونه خودش یک جور ائتلاف ایجاد کنه. ولی من به یه شکل دیگه‌ای، به یه ابعاد دیگه‌ای هم توجه دارم. و اون ابعاد چیه؟ شما شاید توجه کردید در هر جایی که کار میکنید افرادی هستن که این افراد لزوما خیلی خبره کار خودشون نیستن، ولی یه حسنی دارن. حسنشون اینه که میتونن چوب لای چرختون بزنن. یعنی میزان تخصصشون اونقدر نیست که بتونه اونها رو متمایز کنه و در جمع برجستشون کنه. یک اندکی تخصصهایی دارن، ولی بیشترین تخصصشون اینه که چجوری به موقع پشت پا بگیرن، دو به هم زنی کنن، خرابکاری کنن. این افراد رو باید سعی کرد در جمع راه داد، نه به خاطر اینکه قدرت تولیدی خوب دارن، بلکه به خاطر اینکه قدرت ایذایی خوبی دارن، قدرت اذیت و آزارشون خوب هست. درست؟ اسم این رو من گذاشتم هماهنگی ویرانگر، Destructive Coordination. یعنی چجوری خودتو در یک جمعی جا بکنی از طریق قوه ایذایی تو. حالا معنای این رو من یه خورده مکس میکنم، برای اینکه چون این وضعیتی یک جور نظم، واقعا یک جور نظم. مثلا عربستان سعودی، پدرت من در میارم اگر شروع کنی یمن رو اذیت میکنه. عربستان اذیت بخوای بکنی درآمد نفت رو اونقدر میارم پایین که نتونی شلوار بپوشی بالا. خب یعنی یک قدرت تعادل تخریبی، بازی که منفی هم هست، ولی این بازی میتونه همونقدر موثر باشه که من اونقدر تولید نفت دارم که بتونم وقتی تو آوردی پایین ذخیره کنم، هیچ صدمه‌ای به من نمیزنه. اینم یک جور دیگه است. میخوای یمن رو علیه من چیز بکنی، من یک چنان برنامه ولفر استیت ایجاد میکنم، توزیع درآمد ایجاد میکنم که تمام شیعیان یمن رو میخرن. خب اینم یه جور دیگه. ولی این دو منطق متفاوتی که شکل میده. تا کنون ما در اقتصاد 3 شکل هماهنگی رو توضیح دادیم. این 3 شکل بیشترش به وسیله کارل پولانی توضیح داده شد. 3 شکل چی بود؟ یکی بازار بود، ادغام بر مبنای مبادله. یکی تعاون بود، ادغام بر مبنای دادن هدیه پایاپای، دون کنتر دون. یعنی هدیه‌ای میدی، هدیه‌ای میگیری. من امروز برای تو هدیه میارم، فردا تو هدیه میدی. من همسایگی داریم، امروز تو تخم مرغ من میدی، من پس فردا به تو مثلا فرض کنید یه مقداری کره میدم. درسته؟ این در تمام شیوه‌های همبایی، قبیله‌ای و همجواری است. و سوم توزیع متمرکز، یعنی ریدیستریبیوشن، یا یک دولت یا مذهب. مثلا در مصر باستان تمام تأمینات اجتماعی توسط کاهنان صورت می‌گرفت. سینوهه پزشک مخصوص فرعون رو نگاه بکنید، داستان قشنگی چجوری تمام این توزیع. این 3 شکل رو من به اصطلاح لاتینش بخوام بگم میشه اشانج به فرانسه، مبادله، بازار، رسیپروسیتی، تعاون، و ریدیستریبیوشن، رودیستریبیوشن، تجدید توزیع. این 3 شکل. درست؟ من برای این 3 شکل یک شکل چهارمی اضافه میکنم، برای یه مکسی میکنم. این شکل چهارم عبارت هستش از ادغام بر اثر زور، قوه تخریب و ایذا، که همون دیستراکتیو کوردینیشن باشه. درست؟ یه مثال میارم برای که حرفمون روشن‌تر بشه. هماهنگ کردن ماشین ها برای رانندگی موقعی که میرسن به چاره‌های شلوغ.
میدونها، میادین چند راه داره. یکی این هستش که بیایم طرح ترافیک بذاریم. هر کسی که این طرح ترافیک رو نداره، یک جوازی نمیده، نمیخره، نمیتونه بیاد صبح ماشینش از ساعت 8 تا 12 بیاره. تو تهران این طرح ترافیک داره، شما بگیرید بیاد، یا یک در میون بر اثر پلاک‌های زوج و فرد تقسیم میکنه. این دومی میشه ریدیستریبیوشن. درسته؟ یعنی اینکه دولت میاد تصمیم میگیره، میگه آقا نه، پول نه، خرید نیست، قاعده میذاری هر ماشین پلاکی که نمرش فرده روزهای فلان و اون یکی زوج روز بعدیش. خب یه شکل دیگه تعاون، مثل دوره انقلاب چراغ قرمزی در کار نبود، افسر راهنمایی در کار نبود، این همبستگی و معونت اجتماعی بود. آقا خواهش می‌کنم شما اول برید، نه شما برید. حالا اگر انقلابم نباشه، در اینجا ما داریم برای سمو، برای ماشینایی که در واقع وضعیت‌های اضطراری رو نمایندگی می‌کنن، حق تقدم رو برای اونها قائل میشیم به عنوان تمدنش. شکل چهارمی که من ازش دارم صحبت می‌کنم شکلی هست که در شارل دو گل اتوال سالمه. آمدن برای رانندگی از طریق زور. چجوری؟ یعنی اینکه اگر، حالا مهم نیست که اصل در فرانسه اینه که به تقدم با ماشینی که از سمت راست میاد. در میدون اتوال اینجوری نیست. هر وقت شما یه فرصتی پیدا میکنید که سریعتر برید، سریعتر باید گاز بدید. اون یکی باید بکشه عقب. چرا؟ سیستماتیک. اگر تصادف بکنید در این میدون، علیرغم که قانون بدنتر 1382 برای تصادفات میگه باید یک کمیسیونی شکل بگیره، بررسی کنه کی تخطی کرده از اصل تقدم سمت راست. در مورد میادین بزرگ این هزینه زیاده، یعنی میگن 50-50. تصادف شد، شرکت بیمه کار نداره. تمام کسایی که تاکسی میرونن با این قضیه واقف هستن. من با بسیار از کسایی که تاکسی رون هستن در پاریس صحبت کردم. آقا در میدون شارل دو گل شما چجوری میکنید؟ قاعده اینه، هیچ، یعنی اگه میخوای حق تو بگیری برو، اگه جا داری برو جلو. دلیلش هم ثابت روشنه. اگر تصادف کردی 50-50، هیچ کس نمیتونه بگه آقا این خاطی بوده بنابراین این باید در واقع بده. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که انفورسمنت، یعنی پیاده کردن قانون مشکله. نظم دوگانه است. یک نظمی که قانونا موجوده ولی قابل اجرا نیست، و یک نظم دیگه قدرت، توازن قدرته. خب این چیزی که من دارم میگم، هماهنگی تخریبی، اصلش بر اینه. نظمی است مبتنی بر آنارشی، یا آنارشی هست انتظامی یافته. درست؟ یعنی کانفلیکت، تصادم خودش تبدیل شده به یه نهاد. شما میگه آقا این قصه هایی که تو میگی راجع به شارل دو گل اتوال چه ربطی به جامعه داره؟ شما اول جامعه شروع کردید. میگم اینو من در اشل خرد گفتم، حالا در اشل کلام میگم. بسیاری از جاهای جهان، مثلا آفریقا، سیرالئون، لیبریا، و من لیست متولی دارم از تئوریسینایی که روش کار کردن، اساس جنگ برای پیروزی در جنگ نیست. یعنی شما شورشی دارید از یک طرف و حکومت وقت دارید از طرف دیگه، اینا دارن با هم می‌جنگن ولی هیچ کی حاضر نیست ببره. اساس جنگشونی که جنگ ادامه پیدا کنه. جنگ برای جنگ. چرا؟ چون یه اقتصادی مبتنی بر اون جنگ. اولا همه اونایی که اسلحه دارن با هم یه جوری ائتلاف کردن، یعنی سربازه و حاکمه یه جایی با هم دیگه توافق دارن. در چی؟ در این که هر دو باید بچاپیم اونی که اسلحه نداره. خب اسم این رو گذاشتن سوبل، سولدا غوبل، دوتا. یعنی به همین دلیل هم خیلی راحت شورشی میاد تو حکومت، حکومتی میره تو شورشی. یعنی این منطق ادامه جنگ در واقع به عنوان ادامه اقتصاد، جنگ برای اهداف اقتصادی. خب یعنی اینجوری بهتون بگم، همه فوش میدیم به داعش ولی آقا نفت میشه ارزون خرید، نفت 100 دلاری رو میشه 30 دلار خرید، چون داعش اونجا هست. کی میخره؟ من که نخریدم. ترکیه ممکنه. فرانسه نمیشه به طور کلی نفت کرد. دیگه کی؟ ایتالیا هم همینطوره، مثل که در مورد لیبی. لیست کسانی که از یک رشته از منازعات اجتماعی به طور دائمی سود میبرن و بنابراین حسن است که این جنگ باشه. جنگ باشه برای اینکه اسلحه میفروشید، جنگ باشه برای اینکه نفت رو ارزونتر میخرید، جنگ باشه. خب این میشه
یک نظم آنارشی انتظام یافته، Destructive Coordination. حالا بنابراین هماهنگی ویرانگر که من مثالش را آوردم دارای اهمیت زیادی. سوال میکنم آیا این تازگی هاست؟ نه، تمام اقتصادهای مبتنی بر غارت قدیمی هم هستن. مگر در ایران خودمون بخشی از عشایر منطقه سیستان و بلوچستان زندگیشون رو چجوری تامین می‌کردن؟ بخشی از عشایر فارس چجوری زندگیشون رو تامین کردن؟ وایکینگ‌ها، مغول‌ها، قبایل بدوی عرب، شما تمدن‌هایی که اساساً بر مبنای تاراج شکل گرفتن بسیار متکثرن و چیز جدیدی نیست. خب اقتصاد مبتنی بر رانت نفتی هم همینطوره. اقتصاد مبتنی بر دیاموند الماس قابل کسب سریع الوویال در واقع که احتیاج نیست براش کار زیادی بکنید همینطوره. برای بوکسیت همینطوره. درست؟ یعنی یک اقتصاد منابع طبیعی دارید که میتونه خوراک بده به نظام همان. اهمیت این مفهوم چیه؟ اهمیت این مفهومی که در اندیشه کارل مارکس و اقتصادی گفتیم شیوه تولید پایه است، نه شیوه تخریب. درسته؟ ولی یک بخش مهمی از امور هستند که از شیوه غارت ناشی میشن. تولیدی پشت سرش نیست، تجدید توزیع منابع پشت سرش. خب حالا نکته‌ای که داره تمام این بحث من چیه؟ نکته‌ای که داره اینه که اگر قوه قهریه میتونه یک نقشی بازی بکنه، پرسش اینه آیا قوه قهریه، قوه نابودگری، قوه تخریب تابع قدرت اقتصادیه؟ یعنی آیا لزوما جنگ طبقاتی فقط اونجایی هست که اقتصاد وجود داره؟ یعنی آیا مثلا در سرمایه‌داری باید جنگ را همیشه بین کارگر و سرمایه‌دار جستجو کرد؟ نه. تمام قضیه اینه که میتونه جنگ هایی که منطق تخریبی دارن از لایه‌های اجتماعی دیگری باشن و یا حتی از همون گروه‌های اجتماعی بشن به دلایل دیگری. یه نمونه‌ای براتون میارم تا همینجا بگم چرا گیر پیدا میکنه اگر این مفهوم تخریب رو وارد نکنه. 1871 کمون پاریس، کارگران پاریس به مدت نزدیک 50 روز حکومت رو گرفتن. آیا به لحاظ اقتصادی کارگران پاریس قوی بودن که حکومت گرفتن، بورژوازی رو واژگون کردن؟ جواب منفی. علتی که گرفتن این بود که جنگی بین فرانسه و پروس شد در 1870. طبقه کارگر بهش اسلحه دادن، چون به لحاظ نظامی بورژوازی ضعیفتر بود کارگران قدرت رو گرفتن. اصلا قدرت اقتصادی برتری نداشتن اونها. وقتی این اتفاق افتاد مارکس انگلس بی اندازه خوشبخت بود از این واقعه ما. 15 سال بعد به این نتیجه رسید انگلس و به روشنی گفت پرولتاریا اون موقع خیلی نارس بود هنوز. نیروهای مولده به مراتب میتونست بیشتر رشد کنه. به عبارت دیگر قدرت تخریبی طبقه کارگر فزون بود بر قدرت سازندگیش، قدرت تولیدیش. یه نمونه دیگه براتون میارم برای اینکه باز قصه روشن بشه. روسیه در اکتبر 1917 آیا پیشرفته ترین کشور صنعتی دنیا بود؟ هیچ وجه. آلمان ها به گفته لنین از همه پیشرفته تر بودن. پس چرا در اونجا انقلاب شد؟ وقتی این انقلاب شد گرامشی گفت این انقلابی علیه کاپیتال بود. منظور گرامشی از این حرف چه بود؟ منظورش همینه که من دارم خدمتتون عرض میکنم. قدرت اقتصادی پرولتاریای روسیه برای ساختن یک جامعه جدید کافی نبود، ولی به لحاظ نظامی قدرت کسب کرد. چرا کسب کرد؟ جنگ جهانی اول بود. من اینو تعمیم میدم به تمام انقلابات جنگ جهانی دوم و بالکان. تمام این بلوک شوروی رو اگر شما در نظر بگیرید که شکل گرفت، حاصل چه بود؟ حاصل 2 جنگ جهانی بود و نظام مستعمراتی. قوه تخریبی به مراتب از قوه تولیدی بیشتر بود. خب سوال اینه که آیا وقتی در یک جایی قوه تخریبی به شما اجازه میده حکومت رو به دست بگیرید، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟
آیا قدرت اقتصاد تعیین کننده میشه و بعد از یه مدت شما برمیگردید سرمایه‌داری رو میسازید؟ به گمان من خیر. در نگاه انگلس و مارکس یک جمله خیلی مهمی است بر مبنای همون تئوری تحول اجتماعی. جملهشون این هست: یا سوسیالیسم یا بربریت. یعنی مارکس و انگلس میدونستند که قدرت تخریبی زمانی ممکنه از طریق نیروی مخرب نظامی به جایی برسه که بشریت نابود کنه. بسیار عالی. میگفتن یا باید رفت پای یک جنگی که تمام هستی رو از بین میبره، یا اگر بخواید با منطق آرام اقتصادی قضاوت کنی باید بریم به سوی سوسیالیسم. من میگم آیا یه راه سومی نیست که این دو نیرو، عامل مخرب و عامل اقتصادی، با هم عجین بشن و یه نظم تازه ایجاد کنن؟ پاسخ من این هست که هست. نظام شوروی به گمان من نه سوسیالیستی بود نه سرمایه‌داری، یک نظامی از نوع جدید بود. این نظام راه رشد غیر سرمایه‌داری بود. این رو رودولف بارو و بسیاری دیگه گفتن. و چرا اینجوری بود؟ به خاطر اینکه این قدرت نظامی، قدرت تخریبی، با یک وضعیت اقتصادی نارس با هم تفکیک شدن. نوعی از توسعه صنعتی صورت گرفت که این توسعه صنعتی مبتنی بر بازار نبود. این توسعه صنعتی مبتنی بود بر قدرت دولت و این دستگاه متمرکز. به عبارت دیگر بین این دو سویه سوسیالیسم یا بربریت که از منطق تئوری تحول جامعه اجتماعی تبعیت میکنه، اقتصاد که تعیین میکنه، میشه آدم بیاد به اینجا که نه، مشکلی که در نگاه این بخش از متفکرین اجتماعی بود این بود که اقتصاد رو فقط به معنای تولید در نظر گرفتن. به معنای قوه تخریب فاکتور عوض میشه. باید مبادله، کنش و واکنشی که بین تاثیرگذاری قوه انهدامی بر قوه به اصطلاح تولیدی گذاشته میشه در نظر گرفت. مبادله اینا قابل پیش بینی نیست، چون که هیچ کس نظمی رو که در اتحاد شوروی از 1935 به این سو شکل گرفت قبلا پیش بینی نکرد و تا امروز که تا امروزه ما راجع به چنین نظمی صحبت می‌کنیم. من یک نمونه میارم در اندیشه‌های مارکس که به نظر من خیلی نزدیک میشه به این فکری که الان من براتون داشتم میگفتم. اون پیدایش فئودالیسم. میدونید مارکس در پیدایش فئودالیسم چه میگه؟ میگه فئودالیسم محصول منازعه‌ای بود که بین ژرمن‌ها و رومی‌ها صورت گرفت. ژرمن‌ها نظام مارکی داشتند که یک نوع نظام اشتراکی اولیه‌ای بود که تازه داشت از حالت اشتراکی خارج میشد، ژرمن‌ها، و رومی‌ها نظام بردهداری. نظام بردهداری محتضر رومی‌ها از یک سو و نظام مارکی آلمانی‌ها از سوی دیگر. وقتی اینا تقابل پیدا کردن، ژرمن‌ها بر آلمان‌ها پیروز شدن، تلفیق این دو نظام فئودالی رو ایجاد کرد. جای دیگری در بیانیه کمونیست مارکس عبارتی رو میگه که من می‌خواستم حتما این رو در آخر این صحبتم بگم. میگه تاریخ همه جوامع تاریخ مبارزه طبقاتی بوده و اسم میاره پاتریسیان و پلبیان، فئودال و به اصطلاح دهقان، و میگه حاصل این نبردها چه شده؟ یا یکی بر دیگری پیروز شده یا هر دو تضعیف شدن. این اتفاق در مورد قیام اسپارتاکوس افتاد. وقتی که اسپارتاکوس بلند شد مجبور شد دموکراسی در واقع روم بشکنه و سزار به قدرت بیاد. هر دو تضعیف شدن و حاصلش پیروزی ژرمن‌ها بود بر نظام رومی‌ها که حاصلش فئودالیسم شد. وگرنه فئودالیسم محصول طبیعی توسعه بردهداری نبود. به عبارت دیگر من نکته که میخوام بیارم اینه: ما تاکنون یک تئوری تحول جامعه اجتماعی نداشتیم. یک تئوری بسیار غنی، یک بازمانده بسیار غنی داریم از زمان آدام اسمیت، ریکاردو، کارل مارکس و تا امروز که این تئوری روی اقتصاد به عنوان قوه تولید تأکید داره. یک نگاه دیگه‌ای داشتیم، یه مقدار زیادتری در حاشیه، و اون روی اهمیت تخریب اشاره کرده. اون تاریخ انقلابات نظامی رو، تاریخ سرکوب‌های مذهبی رو، جدال‌های پروتستان و کاتولیک‌ها رو، تاریخ منازعات خونین بین قبایل و مذاهب مختلف رو، همه اینها رو در بر میگیره و باید مطالعه بشه تأثیر این یکی بر اون یکی برای فهمیدن آینده جوان.
کتاب من در واقع قدمیه در باز کردن این ماجرا، دعوتیه به بازنگری این مطلب که آیا دانش امروزی ما در تئوری تحول اجتماعی به مرحله‌ای رسیده که ما از یک تئوری جامع تحول اجتماعی صحبت کنیم، با قاطعیت بگیم آینده این سرمایه‌داری حتما سوسیالیسمه. یاد من یه سوالی از شما میکنم. برای یه بخشی از صحبت‌های مهرداد عزیز توی یک رابطه بود که در رابطه با ایران بود و اشاره کرد به خاطر اینکه میگفت به خاطر وضعیت که اینجا هست اون بخش من ازش میگذرم. من فکر می‌کنم واسه کسی که اونجا صحبت میکنه نظر میده به عنوان یک فردی که مطرح هستش، این آزادی عملی داره که نظرش بیان بکنه در هر زمینه‌ای که هست. حالا ما میتونیم اجازه بدیم، ما میتونیم درگیری ایجاد نکنیم، بحث نکنیم، ولی اون فرد این آزادی عمل باید داشته باشه. و انتقادی به مهرداد عزیز دارم که نباید بپذیریم مثلا، یعنی این قسمت رو حذف کنیم. این نظر منه، به هر حال نمیخوام وارد بحثش بشم. شاید حالا بهشون یه وقتا بیش از حد رعایت کرده این موضوع رو، ولی نه، من منظور من با خیلی ما باید مشخص اینو تعیین کنیم. ما منظورمون بخش عقیدتیه. مثلا شما اگر بیایم بگیم که اقتصاد ایران 80%ش در سپاهه، این بحث سیاسی حساب نمیشه اینجا و اینو میتونیم بیایم بگیم، چون یه شما این حرف تو ایران هم میتونیم بگیم، در هر جا میتونیم بگیم، یعنی عقیدتی نیست، این یک واقعیت میتونیم بگیم. یعنی اون حد چیز ما اون قسمتیه که عقیدتیه، ما فقط اونه که اون محدودیت رو میذاریم که اونو خواهش میکنیم از همه رعایت. مثلا برای شما آزادی بیان حق داره؟ ببین آزادی بیان غیر ممکنه راجع به اجتماع، اقتصاد، صنعت در دنیا یا موضوع صحبت کرد و وارد جنبه سیاسی به خود نداشته باشه. غیر ممکنه. غیر ممکنه. ولی خب اینایی که نشستن اینجا آدمای فهمیده هستی در حال اینجا یه بحث 45 دقیقه‌ای که میتونیم یه قسمت مسائل جدی باشه. اینم هست. اگر بخوایم بگیم که بله کف لیب اصلا درش بحث سیاسی نمیشه، بحث مذهبی نمیشه، اتوماتیک کشیده. آقای بهزاد کشاورزی اینجا صحبت کردن راجع به تشیع. بله میاد. بالاخره حرفش زدن دیگه. آخرین خودم به جا بودش. حالا کسی باش مخالفه دست یوره بالا میگه من مخالفم. خب ایشون هم وارد بحث عقیدتی نشدن، بر اساس اون چیز تاریخی داره. همون جنبه تاریخیش هم گفتگو کردن ازش، خواه ناخواه به صورتی مجازه، کاملا مجازه. اون تا بستگی داره به سطح فکری افرادی که اینجا هستن قبول میکنن، تحمل میکنن. قرار ما میگم یک چیزی یک قوانین گذاشتیم، حالا خیلی ما تا حالا پیش نیومده. نه با جلوی حرف زدن هیچ کس رو نگرفتیم. به هر حال یعنی آزادی عمل رو هم گذاشتیم، ولی این به هر حال یه چیزی که رعایت بهتره بکنیم برای اینکه همه بتونن با خیال راحت میان، یک سری میرن ایران، یک سری میان ادامه داشته باشه. میگم ما اصلا هدفمون نیستش که بعدم همین جمع این کافلی تموم میشه، بعد ممکنه برن رستوران جایی میشن هر چقدر دلشون خواست. خود ما هم شرکت میکنیم، ما خودمون هم افرادی که کافلی هستن هممون عقاید سیاسی داریم، خیلی هم بحث سیاسی میکنیم، ولی اینجا رو فقط خواستیم که از این نظر حفظش بکنیم. ولی میگم این نیستش که اصلا حرف، یعنی سیاست این یعنی مرز مشخص نداره. این خیلی سخته که بگیم که اینجا الان مثلا این ممنوعه، این چیزی، ما وارد این بازیام نمیشه. و یه حدیه که یعنی این مسئولیت رو میسپاریم به دست خودتون که اون حد رو رعایت بکنید. اگر جواب سوالتون البته کافی نیست، ولی به هر حال نظر من گفتم تا یه مورد همینطوری وجود داشت، روی خاوران برنامه اجرا میکرد و از افراد مختلف دعوت میکرد، اونجا نظر میدادن و اون فرد اومد صحبت میکرد. از جمله آقای مسکو اومد اونجا صحبت کرد. اینا خب من تو ایران بودم اون زمانا کتاب فروشی میکردم، کتاب آقای مسکو خیلی این برنامه داده بودم پخش کرد. اومد در مورد سانسور صحبت کرد،
در مورد سانسور کتاب خودش. من انتقاد کردم اونجا بهش، گفتم جای تأسف داره، تو ایران دارن مبارزه میکنن بر علیه سانسور، شما اینجا کتابتون رو سانسور کنید که تو ایران چاپ بشه، جای تأسف داره. این صحبت مال سالیان خیلی پیشه که تو خاوران برگزار شد. اینه ببینید یه مقدار دور با مسئله برخورد نکنید. ایشون به عنوان یک محقق داره صحبت میکنه و ما میخوایم ازش استفاده کنیم. این اگر چیز کنید به ویژه اون قسمت مربوط به ایرانه، تاکید میکنم روش. یه بخش جهانه، یه بخش ایرانه که ما همه ایرانی هستیم جمع شدیم. اینی که یه مقدار آزادی عمل بدیم. ما جلوی هیچ صحبت آکادمیک رو نمیگیریم. این خیلی روشن باشه. حدود چیزی که اینجا مطرح شده ما میدونیم، متوجه بحث نمی‌کنیم. اون بحث جای دیگه است. ولی ایشون برای به عنوان یک فرد محقق کار کرده روی این مسئله، نظرش بده ما هم استفاده بکنیم. همین خواستم تو این رابطه. حالا من یه چیزی می‌خواستم بگم برای حرف نجی عزیز و اون این هستش که من این بحثی که که تهیه کردم واقعا هیچ گونه محدودیتی در کلام قائل نشدم، فقط تم بحثم رو به تئوری عمومی اختصاص دادم که در واقع در این تئوری عمومی جای ایران همونقدر هست که هر کشور دیگری در دنیا. یعنی من سعی کردم این یه به یه معنای عمومی‌تر باشم. شاید به اعتباری بحث من به مراتب نظری‌تر بود تا بحثی که فقط در مورد ایران میشه. برای اینکه من آمدم اینجا بحثی رو ارائه دارم میدم که مطمئنم امشب تعداد کمی هستم، ولی به محضی که پخش بشه بحث‌های متعددی رو دامن خواهد زد. من بحث خودم رو هرگز از این زاویه در هیچ جمعی توضیح ندادم. دلیلم داشته. گفتم کسایی که اینو میخونن کتاب رو این بحث رو میکنن. توجه من به ویژه جوانترها بود که ذهنشون به یک معنا باید پرسش ها بیشتر بشه. غایبن، ولی من به هر حال امیدوارم در این صحبتایی که میشه و اون برگردوندن خیلی امروز رایج شده رد مارکس یا قبول مارکس. من به سهم خودم امروز جایی ایستادم فکر میکنم اصلا مارکسیست نیستم، ولی افتخار این رو داشتم و در عمق نظر من اثر داشته اندیشه های مارکس. یعنی کلی به من دنیای من رو عمق داده و فهمیدم. من بگم من امروز مارکسیستم توهین به مارکس. یعنی اگر بعد از 1883 تا امروز من بگم مارکسیستم، مارکس تو سر خودش میذاره میگه خاک بر سر من که تو رو تربیت کردم. خب بالاخره من یه تجربه انقلاب اجتماعی بزرگی رو دیدم، شانس اینو داشتم تا امروز نمردم، این ماجرای اتحاد شوروی اینا رو هم دیدم. خب اگر از اینها من به سهم خودم 4 تا پرسش در نیارم که دیگه وضعم. من کشوری رو دیدم که درش بیش از اینکه صنعت توسعه‌اش در سالهای 37 ساله اخیر تأثیر داشته باشه، اول انقلاب بود که من هنوز بهش با سر تعظیم فرود میارم. بعد جنگ 8 ساله ایران عراق بود، جنگ ترکمن‌صحرا، جنگ کردستان، تحریم و بایکوت اقتصادی. آخه یک جوون ایرانی ظرف این 37 سال چه چیزی جز تخریب دیده؟ بعد من بیام براش توضیح بدم که مارکس میگه شیوه های تولید. واقعا آیا ما نباید در ذهن خودمون برای خودمون به عنوان ایرانی، من اصلا کاری ندارم که این تجربه 37 سال داشتیم، سوال کنم غیر از شیوه های تولید، شیوه های تخریب در این کشور چه کار کرد؟ به همین دلیل من فکر میکنم در این حالی که یک ایرانی باقی میمونم در مسیر زندگی، ولی موظفم به عنوان ایرانی که دوره‌ای از زندگیش رو مارکس رو خونده، یک دوره دیگه از زندگیش آدام اسمیث و ریکاردو و دانش اقتصادی مدرن رو دنباله و غیره، برسم به اینجا که یه سری من پرسش هایی دارم. قصدم هم این بود با جوانهای اینجا بشم راجع به این پرسش ها صحبت بکنم. واقعا قصدم بگن این عزیزان که همه استادای ما هستن میگن 6 تا جای خیر ما، الان هم ساکت نشستم ما رو نگاه میکنم، بعدا 6 جای دیگه خیر ما رو میگیرم یکی بعد از دیگه. این در واقع هدف من بود برای اینکه به وجه نازنینم بگم من در واقع از بحثم کوتاه نیامدم، اتفاقا به رادیکال ترین شکلی نقاط اصلی بحثم رو وسط کشیدم.
آفرین. سرتون درد نکنه. شبتون بخیر. یادم رفت سال نو مبارک اگرچه 13 خیلی ممنون. قربونتون. روز آخری. مهداد جان مطرح می‌کنی که ما امروز شاید دانش آن را نداشته باشیم که از توری جامعه تحول اجتماعی سر جامعه من تاکید می‌کنم که بگوییم مثل خود شما که ما حتما به سرمایه‌داری اونطور که مارکس میگفت به کمونیسم می‌رسیم. این شامل تمامی جوامع بشری میشه. و امروز بیاییم بگیم که شاید ما شرایط آن را نداشته باشیم، شرایط فرهنگی یا شناخت را نداشته باشیم که به همچین توری برسیم. آیا اصلا مطرح کردن این توری خود درسته؟ یه اوتوپی نیست که همچین تحولی که شامل تمامی جوامع بشری باشه که از این بگیم این به اونجا آیا میشه به توری اصلا اینجوری نگاه کرد؟ من پاسخم اینه، هنوز هم به این فکر میکنم که ما قادر هستیم یه تئوری جامع تری رو شکل بدیم که این تئوری رو من بهش به عنوان تئوری پلوری دیسیپلینر چند حوزه‌ای میبینم. مشکلی که ما داشتیم و این شاید تا حدود زیادی ما رو دچار گرفتاری هایی کرده، قطعه کردن دانش اجتماعی است به حوزه های مختلف که دیالوگ کافی با هم نداره. مثلا اقتصاددون ها با همین منطقی که از ژان باتیسته آوردم، اصلا وقتی که شما میخواید راجع به سیاست صحبت کنید اخذ توف است. ما دعوای جدی داریم تو میان اقتصاددون ها. مثلا این گروهی که موسوم هستن به پابلیک چویس که آقا نه، اقتصاددون باید راجع به سیاست کنه و سیاستمدار راجع به اقتصاد. خب یعنی یک جور به چالش کشیدن، زیر سوال بردن این مرزهایی که دایره های شناخت رو تفکیک میکنه. خوشبختانه در دوره مارکس قرن 19 متفکرین اون دوره این عایق‌های جدارهای دیسیپلینی رو رعایت نمی‌کردن و از حوزه‌ای به حوزه دیگه و به همین دلیل به نظر من اندیشه‌شون به مراتب مولدتر بود تا این سترونی که امروز ما دچارش شدیم. یعنی من آنتروپولوژی که وارد حوزه علوم سیاسی میشه، وارد حوزه اقتصاد و بالعکس حاصلش رو بسیار مهم می‌دونم. به همین دلیل مثلا من به تئوری که امروز به عنوان نهادگرایی هست برام جالب میاد. تئوری تنازعات اجتماعی یا کانفلیکت تئوری برای من تئوری مهمیه. یا مثلا بعضیا که از نقطه آکسیومای ریاضی حرکت میکنن، تئوری بازی‌ها که یه تئوری عمومی میدن. من مثلا در این کتاب دوم نظریه‌ای دارم که ما باید یک تئوری پریدیشن داشته باشیم که پریدیشن یه امری نیست که پریدیشن منظورم شکاره. ما به فارسی واقعا کلمه رابطه بین طعمه و شکارچی، درست؟ که به نظر من این فقط خاص طبیعت بشر نیست، این در طول سیر تاریخ طبیعی موجوده. من جز اون دسته کسانی هستم که فکر میکنم یک تئوری عمومی ما لازم داره. اگر تئوری قطعه بکنیم نمیتونیم خیلی چیزا رو ببینیم، اما برای اینکه بتونیم این تئوری عمومی رو ایجاد کنیم مساله کافی رو باید داشته باشیم و دیالوگ کافی بین رشته‌های مختلف رو. این سوالم مربوط به یه سوال کامل شد. یعنی شما میتونید به این آیا ما میتونیم یک تئوری برسیم که امروز بگیم جامعه بشری امروز به کدوم سمت میره؟ من فکر میکنم مثلا همین امروز تمام اون تئوری سوسیالیسمی که از اقتصاد نتیجه میشد یک بخشی از حقایق رو در مورد جهات یا گرایش‌هایی از تحول جامعه امروز داره میگه، ولی این کافی نیست. یعنی من فکر میکنم به همین دلیله که فکر میکنم کاری که مارکس کرد اصلا کار بیهوده‌ای نبود، ولی در این که به این قصه یک چی میگن یک جانبگی داد که اقتصاد به تنهایی میتونه در تحلیل نهایی تعیین کنه، من روی این گرفتاری دارم. و الا اون که این مثلا برای نمونه میگم خیلی چیز، مثلا این تمام این انقلاب اطلاعاتی اشکال تملک اجتماعی رو به مراتب مفیدتر میکنه برای اداره اطلاعات تا اشکال خصوصی تملک رو.
خب اینو میشه بر مبنای این اندیشه مارکس که خصلت اجتماعی کار خودشو بیشتر نشون میده به لحاظ صرفا اقتصادی توضیح داد. ولی این کافی نیست، برای اینکه همین بر تمرکز اطلاعاتی امروز میتونه یک نظام پلیسی ایجاد کنه در همین سرمایه‌داری پیشرفته که تمام نظام‌های پلیسی گذشته بهش بگن زکی. این اسنودن و اینایی که الان اومدن این قصه شما رو امروز میتونن پریفرنساتون رو، ترجیحاتون رو به عنوان مصرف کننده اطلاعات کسب میکنن. بابا فرعون هرگز نمیتونست، اصلا این قدرت نداشت که حتی بدونه که کیا در کشورش داره و کیا حکومت میکنه. آمار رو درست کردن که حکومت‌ها بتونن بفهمن در کشورشون چند تا آدم دارن تا بتونن ازشون مالیات بگیرن. امروز با این نظام اطلاعاتی که ما داریم میتونه نظام پلیسی اون فارنهایت چی بود 277 این اون میتونید شما درست کنید. این نظامی که اون چیزی که جرمی بنتام بهش میگه پانوپتیک، چشمی که از بیرون واسه همه رو داره نگاه میکنه واقعا. یعنی الان این دعوایی که شما دارید بر سر چگونگی الان پریفرنس های شخصی شما، ترجیح های شخصی شما پول میشه، میخره خیلی میلیاردها دارن و هیچ کی هم الان ما قانونی نداریم برای اینکه آقا چرا میدزدیم اطلاعات. شما روی کامپیوتر 5 بار برید معلوم میشه که آیا آسترولوژی دوست دارین؟ مال کدوم ماه هستیم؟ الان داره شناسنامه هویتت برات در میاره. این در چه ماهی بوده یا آمده؟ چقدر خرافه است، چقدر فلانه، چقدر چیزه، چقدر این میتونه پایه یک نظام بسیار متمرکز پلیسی هم باشه. منظور من اینه که من به سهم خودم فکر میکنم ما در حوزه‌های مختلف دانش‌های زیادی رو کسب کردیم. منظورم از ما کسانی است که یک ایدئال‌های اجتماعی متفاوت، اینجوری بگم برای من سرمایه‌داری آخر دنیا نیست. اصلا با این به نظر حرف بی‌ربطی فوکویاما زده. سرمایه‌داری پایان هستی اصلا به نظر چرنده. سرمایه‌داری همین امروز دچار بسیاری گرفتاری‌ها هستش که اصلا معمولا نمیتونه کار بکنه. خب ولی من اصلا خریدار نیستم که سرمایه‌داری به طور محتوم قرار ساقط بشه، یک انقلاب اجتماعی سوسیالیست بیاد. اصلا با این تجربه‌ای که دارم نمیتونم این رو بفهمم. ولی میفهمم اشکال بسیار مدرن پیشرفته و در این حال قدیمی از اعتراض رو، هم اعتراضی که در نیویورک میشه بر سر بازار بورس، هم برای محیط زیست این جنبشی که راه میفته و هم این اسنودن که واقعا من به سهم خودم مخلص اینجور تفکر چیز هستم، یعنی این گرایش برای جامعه. بنابراین به گمان من ما احتیاج، یعنی اون جنبش اعتراضی برای بهبود اجتماعی، ایدئال اجتماعی، نه مدیریت اجتماعی، نیازمند یک اندیشه است. به سهم خودم فکر میکنم توش اونهایی که از سنت مارکس میان، اونهایی که از سنت آنارشی میان. ما امشب این بحث نداشتیم ولی کتاب دوم راجع به این به شدت من از یک پرسپکتیو آنارشی دفاع میکنم. نه اینکه فکر میکنم امروز جوابی دارم به عنوان آنارشیست، ولی فکر میکنم دولت یه غول عجیب غریبیه. یعنی فقط این نیست که ما اگر بخوایم بعد از این تجربه های چیزی داشته باشیم، فقط نقد نظام بازار نیست، نقد دولته و بسیاری جاها من ترجیح میدم از بازار استفاده کنم علیه دولت به سهم خودم. ولی فکر میکنم ما احتیاج داریم به یک اندیشه، توش حتما باید یک جور بازسازی بشه این گرایشان، آنارشیست ها، مارکسیست ها، طرفداران رفرم های اجتماعی مثل تعاونی ها. درست؟ من به نظرم یه تلاقی اندیشه چی میگم، اندیشه انتقادی اجتماعی ما نیازمندی تا شاید بتونه راهجویی های دیگری بکنه. به همین دلیل میگم به سهم خودم تئوری عمومی ندارم، میدونم که هنوز ما دوریم از این تئوری. منظورم جنبش اعتراضی سوسیالیستی ها اصلا. البته توی رشته‌های علوم اجتماعی هم به رسمیت شناخته شده، خیلی هاشون. توی من مثلا میدونم تو حوزه خودم به خوبی میدونم اقتصاددون‌ها عده‌ای هستن که اصلا دوست ندارم، فکر میکنم یه سری تکنیسیانن، واقعا فکر میکنم تکنیسیانن، باید بگن که مثلا چجوری بهینه بسازیم، مثلا هزینه‌های چیز رو، تلفن رو، برق رو، آب رو، چجوری باید هزینه‌ها رو به حد مطلوبش برسونیم که سود و زیانش با هم بره. یه سری دیگه میگن نه آقا، همچنان اقتصاد یه بخشی از تئوری تحول اجتماعیه، ما باید ببینیم چه کار میشه کرد برای اینکه این بشر یه مقداری سعادتمندتر زندگی کنه.
یعنی هنوز یه مقداری سرشون بوی و سبزی قرمه میده. من فکر میکنم اینایی که سرشون بوی سبزی قرمه میدن یه چیزایی رو دیدن. حالا در گذشته این خیلی آتشش تند بود، امروز شاید بیشتر آتشش عمیق‌تر باشه، ولی این پرسشگری درشون هست. من یه چیزی بخوام بگم که باید مورد قبول استفاده بشه. ببینید چرا در آفریقا 1,200,000 نفر در سال بچه‌ها اینا از ملاریا میمیرن. برای تمام امراض واکسن پیدا کرده، ولی برای ملاریا نمیشه. چرا؟ برای اینکه واکسن شما تولید بکنی باید بفروشی. آفریقایی نداره بخره. نظری که از شما خواستم میدونم، نظرتون راجع به موندیالیزاسیون و نیمریزاسیون که با هم پیش اومدن نظرتون چیه؟ تقریبا مال 20-25 سال پیشه دیگه. چون خیلی تحولات در دنیا پیش اومده. ما الان امروز در بیمارستان سکرتر نداریم. مریض میاد میشینه گفتگو میکنه، نسخه‌اش می‌نویسیم، میره تا رفتش میکرو رو برداریم میذاریم خودش چاپ شده آماده حاضر واسه بریم. توی سوپرمارکت‌ها شما احتیاج به کسیر نداری که بتونی رد بشی. ولی خب اینه که سوال اینه که راجع موندیالیزاسیون و نیومریزاسیون با هم بودن اینا نظرتون چیه؟ آینده چی باید؟ من فکر می‌کنم یه جلسه کامل احتیاج داره. یعنی واقعاً به موضوع اینقدر موضوع مهمیه. اگر خلاصش بکنید ما پیش‌بینی هم کردیم یه جلسه در مورد مشابهه. موضوع مشابه خیلی موضوع مهمیه. یعنی موضوعی واقعاً خیلی من نمیتونم بگم، میدونم خیلی هستن که گلوبالیزاسیون رو خیلی مضر میدونم. من نگاه دوگانه‌ای دارم. یعنی به یک زمینه‌هایی فکر می‌کنم گلوبالیزاسیون داره یک زمینه‌هایی ایجاد می‌کنه که خیلی مثبته، برای اینکه محدودیت‌های دولت‌های ملی رو داره نشون میده و یک نوع از نحوه‌های هماهنگی در سطح بین‌المللی رو برجسته می‌کنه که مثلا همین انفرماتیک و همین اداره چیز این از قدرت کنترل دولت‌ها به تنهایی خارجه، اگرچه تمام تلاش رو دارن میکنن که کنترلش رو به دست بگیرن از طریق ایجاد قوانین مربوط به مالکیت معنوی، ولی براشون سخت، همچنان سخت. دو، بسیار اهمیت داره که ما امروز میبینیم کشورهای نوظهور رو، یک بخش عمده‌ای از پیدایش کشورهای نوظهور محصول گلوبالیزاسیونه. یعنی ما همین الان دارم احساس میکنم آفریقا داره تکون میخوره. تا همین اواخر آفریقا جزو همیشه عقب مونده ها بود. من الان میبینم این ماجرای رشد چین متعاقبش داره رشد آفریقای جنوبی اصلا یه تکان جدی داره میخوره. بنابراین گلوبالیزاسیون یک جایی شکاف‌های طبقاتی در میان کشورها رو افزایش داده، ولی شکاف بین کشورها رو یه مقداری پایین آورده. داستان من زیاد متوله واقعا راجع به گلوبالیزاسیون. این شانس رو من داشتم که من یک درسی رو دادم به نام موندیالیزاسیون میزان پرسپکتیو هیستوریک و این درس متولی بود در 13 سئانس که اصلا معنی این گلوبالیزاسیون و اصلش چیه. بنابراین اگر که فتیله من روشن کنم خیلی من حرف خواهم زد. بنابراین بهتره که همینجا من متوقف کنم، سرتون رو در نیارم با حساب بیشتر از اینا. بفرمایید شما. اگر از این کنتکست اقتصاد بیایم بیرون، ما میدونیم امروز نظام‌های دیگر فکری هستن که همون جامعیت رو قائلن و برای تحول جوامع از خش تا خش، از ابتدا تا انتها، تا وقتی تا تش، چه معلوم اشاره به نظام‌های مذهبی به اصطلاح. فکر نمی‌کنی که باید یعنی در به اصطلاح کنار نقد اون نظریات که واقعا به جا هست و درست و اینا، درستیش رو خب ولی باید به نقد این نظام‌های جامع هم شاید به همه پرداخت، چون امروز اینا هستن که دارن رشد میکنن بعد از به اصطلاح شکست، حالا واقعی یا
تصوری نظام‌های به اصطلاح فکری آنچنانی، من راجع به نظام سیاسی میدونم خب شکست خورده داغون شده، ولی این رو میذارم به حساب نظریه. و بعد از اون تحولات امروز یک داستان‌های دیگه در حال رشد است تو که جوامع بسیار بسیار متمدن و پیشرفته از جمله تو امریکا که شما به خوبی به هر حال میشناسید. یعنی فکر می‌کنید این نقد این نظام‌ها فکری همونقدر اهمیت داره و فقیه جان به نظر من تو انگشت میذاری روی خیلی جای مهم. به نظر من مارکسیسم همزاد لیبرالیسم. واسه همین من اول با این جمله شروع کردم که اندیشه‌ای که اقتصاد مبناست، زیربناست و بقیه چیزها به وسیله اون تعیین میشه، نخستین بار نه از جانب مارکس بلکه از جانب آدام اسمیث و ریکاردو مطرح شد. ما در اقتصاد اصلا یک چیزی داریم، اصطلاحی داریم به نام امپریالیسم اقتصادی. مکتب اصلیش هم دانشگاه شیکاگوه و اساس فکر اینه و این پایه لیبرالیسم مدرنه. همه چیز رو اقتصاد تعیین میکنه. یعنی من وقتی از مارکس شروع میکنم میگم پایه اقتصاد، اون میرسونه از طریق تئوری مبارزه طبقاتی به این نظریه که سوسیالیسم جانشین سرمایه‌داری بشه. نظریه لیبرالیسم پیگیر اقتصادی درست عکسشه، میگه سرمایه‌داری بر همه چیز حوزه‌های بشری و اجتماعی داره چیره میشه و این هم به مراتب جامع‌تره. یعنی امپریالیسته. واقعا این به چه معنا؟ مثلا فرض کنید گاری بکر برنده جایزه نوبل، اقتصاد خانواده است. اصلا ما کی ازدواج میکنیم، کی طلاق میگیریم، کی ترجیح میدیم روابط بر مبنای فحشا داشته باشیم، کی ترجیح میدیم خود ارضایی جنسی داشته باشیم. همین رو برای تحلیل اقتصادی داریم میکنیم. پلیس، میزان جنایت و جرم، چند تا پلیس بذاریم که میزان جرم تا چقدر بیاد پایین، چقدر حد مطلوب مبارزه با جرمه برای اینکه انفجار نشه. اقتصاد کرایم، جنایت، اقتصاد فامیلی، خانواده. اقتصاد مذهب یک شاخه بزرگیه که مذهب به عنوان، من دیدم اخیراً چیز البته خیلی نقاط جالبی داره این آقایی که خیلی چیز الان اسمش یه لحظه از خاطرم رفته، برمیگردم، از صحبت از کالای مذهب میکنه، تبدیل شدن مذهب به کالا در دوره جمهوری اسلامی. خب نیکفر؟ نه، محمد رضا نیکفر نه، این دوست دیگری که کارهای خیلی جالبی هم میکنه. قبلا خودش هم چیز بود، روحانی بود و الان آمریکاست. اشکوری؟ نه، اشکوری نه. نه چیزه خیلی میاد. نه، کسیست که راجب چیز کار کرده، راجب اقتصاد حوزه علمیه و قم بسیار کار کرده و اینکه چجوری در واقع ایجاد نظام ولایت فقیه باعث دین دولتی شده و سیستم تمرکز تک‌پایه‌ای رو بر نظام شیعه. ها؟ نه یکی از معروف. آره جوونم هست، خیلی جوون‌تره. شما حتما میشناسیش، هممون میشناسیم، ولی او کار کرده. بخوام بگم که اصلا اقتصاد مذهب، این که کلیسا نسبت به فرق دیگر، مثلا فرض کنید ساینتولوژیستا چقدر میرن اینا، چقدر اونا میرن، چجوری سازمان ها شکل میگیرن، چرا سازمان ها فرقه‌ای میشن و میزان دکترین ها چرا زیادتر میشه یا سازمان ها شلتر میشن، تعداد اعضاشون بیشتر میشه، شکل گرفتن به نهادها بر مبنای منطق اقتصادی سود و زیان. خب اصلا ما تئوری کامل چیز داریم به نام امپریالیسم اقتصادی این داریم و این هدفش اینه بگه آقا اساسا اصلا یکی از مهمترین نشریات اقتصادی ما جورنال اف اکونومیک پرسپکتیو. خب جورنال اف اکونومیک پرسپکتیو یکی از سه نشریه مهمی است که انجمن اقتصاددانان آمریکا منتشر میکنه. یک مقاله متولی داشت راجع پیوند کلیه و یکی از سه کشور مهمی که بررسی کرده بود ایران. چرا ایجاد بازار برای تخصیص کلیه به مراتب بهتره تا دونیشن؟ خب چرا صف چقدر طول میکشه، چقدر طول میکشه که اینا داده بشه، چرا اگر ما اقتصاد بازار ایجاد کنیم. یعنی این ایده که حالا در سطح عامه وقتی نقد میشه میگن تایرنی آف مارکت، جباریت بازار،
ولی جباریت بازار چه توضیح بده که آقا چرا هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی، انسانی که عقلانی فکر میکنه باید سود و زیان داشته باشه. چرا این نمیاد تو کشور خودمون آقا مبارزه کم هزینه کنیم؟ منطقیه دیگه اصلا تو ایران مبارزه کم. اگر این رو در سالهای 50 خورشیدی به یک مبارزه میگفتن این فوش خارمادر بود بهش. مگر میشه مبارزه که برای ایدئالهای بزرگه اصلا جان دادن در راهش هزینه نیست، نفعه، مبارزه کم هزینه بکنیم؟ میشه مبارزه کم هزینه کرد بعد پیروزی رسید؟ انقلاب کبیر فرانسه میگم منطقش ما آبجوی مزخرف میخوردیم، روی یک سندال قبا میخوابیدیم، بزرگترین ارتشی که اروپا رو به لرزه در آورد ساختیم. این یه منطقه دیگه. امروز چی میگن؟ این رمانتیسم انقلابی. خب بنابراین در مبارزه اجتماعی منطق بازار میگه حاکم باشد. فقط هم حاصل این نبوده که بازاری ها در انقلاب ما بودن، نه الان جوانان و جوانان ما همه اینجوری آقا باید مبارزه کم هزینه کرد. خب یعنی چی؟ یعنی منطق اقتصاد محاسبه رشنال کلکیولیشن، محاسبه عقلانی. اصلا عقلانیتی که امروز صحبتش می‌کنیم از کجاست؟ عقلانیتی که عقلانیت ابزاریه، یعنی که هزینه کمتر بدیم و سود بیشتر ببریم دیگه. خب اینو شما میگید در همه اوضاع اجتماعی داره عالمگیر میشه. درست؟ بنابراین در تایید حرف تو من فکر میکنم حتی مذاهب به یک معنا کمتر همرنگ شدن تا این مذهب بزرگ که بازار باشه اسمش که دکترینه. یعنی من از مارکس شروع کردم برای اینکه او نظر به تحول اجتماعی داره، ولی من میتونستم ادامه بدم که ادامه فکر آدم اسمیت، ریکاردو امروزه به کجا رسیده؟ به اینجا رسیده که نشون بدیم مطلوبیت عقلانیت بازار رو در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی. آقا میخوای زن ببری، میخوای شوهر بکنی، عقلانیت حساب کن. چند تا طلاق، چند تا به نام چی، چند تا فلان مهریه خوبه، کابین خوبه، چجوری تقسیم اولش قرار داده بنویسی یا بعد. همه اینا هست که تمام قصه عشق و دوستی با کی بکنیم که بیشتر سهم ببریم. تو اینو بگیر برو در همه اقدامات اجتماعی کی سلام علیکم، با کی نشست و برخاست کن. از عبید زاکانی بهتر میتونید و مرثیه ببافی. شما تو سوالات گفتید تولید ثروت و افزایش قدرت. خلاصه خیلی آیا تسلط کپیتالیسم سوواژ امروزش گفتم کرد به حرف بی‌معنیه؟ کپیتالیسم سوواژ با تحولاتی که از یه قرن پیش میشونه چنین نظری رو داشتن حرف بی‌معنیه؟ تو خلاصه میکنه خیلی مطالبه. این بخشی از حقیقت رو داره و به نحو خیلی گزنده‌ای هم داره، چون ما امروز واقعا یه بخشی از همکارانی که روی مسئله مدیریت کار میکنن از بردگی مدرن صحبت میکنن، اونم نه در کشورهایی مثل کشور خلیج فارس، عربی خلیج فارس که برده میبرن، برده هایی رو که در کشوری مثل کانادا دارن کارگرای فصلی. خب بعد از چه حقوقی محروم شدن، چجوری اعتراض کردن براشون. یعنی شما میتونید در زندگی در نحوه اداره سرمایه‌داری اون چیزی که الان در چین داره اتفاق میفته، سرمایه‌داری خیلی شتابانیه و اشکال بسیار خشنی داره این سرمایه. در این حال اشکال بسیار مدرن و پیچیده‌ای پیدا کرده که سخت میکنه پیدا کردن روابط رو. ما بسیاری از شرکت‌ها رو داریم که توش کارگر نیست. اکثر شرکت‌هایی که در زمینه در واقع خدمات مدرن دارن کار میکنن یه بخش مهندس جوونن، اصلا داوطلبانه 12 ساعت که هیچی 16 ساعت تو محل کار میکنه، میخوابه بلند میشه و کار میکنه. خب خود مدیریتی یا خود اشتغالی این شکل اصلا شما حالا میتونید انواع مختلف بگید، میگه آقا این بردگی داوطلبانه است. و یکی میگه چرا بردگی داوطلبانه است؟ سود فراوانی میبره با این شیوه زندگی کردنش. یعنی میخوام بگم به یه معنا درسته که کاپیتالیسم سوواژ وجود داره، کاپیتالیسم وحشی از افسار گسیخته، ولی در این حال قوه کاپیتالیسم اینه که واقعا این جمله مارکس رو باید آورد، الیناسیون، از خود بیگانگی. آقا اون کسی که باید حتما یه سکته قلبی بکنه
تا متوجه بشه زندگی فقط دویدن نیست و دویدن نیست و ارتقای مقام نیست و شغل نیست، دوچار یک باره حبوط الهی میشه، میفهمه که باید بره شمن بشه، از این بفهمه زندگی چجوری. خب اینم یه بیماری دیگه برای خوده. آقا ما الان شما نگاه کنید تمام ما این و این کمتر نیستا، شما تمام رفتاراتون بدونی که بدونید تحت نفوذ سلبریتی، یک پدیده ایه، نه قهرمان نه چیزی، سلبریتی چیه؟ تعیین میکنه کلاهی که باید بپوشین چیه، غذایی که بخورید، شب اون ماسکی که باید به صورت بمالید چی هستش، صبح که بلند میشید چجوری خودتون آرایش. این سلبریتی کیه؟ یک طبیعت مدیا هست که چی میکنه؟ اون چیزی که قدرت به معنی شکل دادن به ترجیحات افراده، سائقه سلیقه افراد تعیین، وزن چقدر باشه، قدت چقدر باشه، رنگ چشمت چه باشه، الگوی زیبایی چه باشه. عذر میخوام، الگوی بوس کردن چی باشه که خوش عطر باشه یا بی عطر باشه یا چه جوری باشه. یعنی تو برای تو هر چیزت رو و خب اینم این سرمایه‌داری قدیمی نداشت بدبخت. یعنی سرمایه‌داری باستان و قدیمی واقعا این قدرت نداشت که اینقدر شکل بده به ذائقه ها سر. ببخشید من فقط می‌خواستم بگم که حتی این مفهوم سواش هی عمیق‌تر داره میشه. یعنی چجوری آدم کوکی میسازید ضمن اینکه آدم کوکی نیست، فکر میکنه انتخاب خودشه کاملا. اون ببخشید دنبال خلجی نمیگشتی؟ مهدی خلجی زنده باد خودش درست. یه پیشنهاد دارم و یه سوال. پیشنهادم اینه که این کتابایی که به زبان فرانسه نوشتی، انگلیسی در هر دو انگلیسی نوشید به فارسی چیز کنید که ایرانی بتون استفاده بکنن. به خاطر اینکه پیشنهاد من خود شما این کارو بکنید، چون کسی بخواد ترجمه بکنه این چیز رو نمیتونه درست بیان بکنه. به خاطر اینکه شما برای مسلط هستید به نگاه خودتون، به اندیشه خودتون، به شکل خودتون، یعنی بهتر میتونید ترجمه کنید، به هر حال ایرانی استفاده کنید. به هر حال بگم خودتون رو علاقمند هستید. البته ضمن پیشنهاد خواهشم ازتون میکنم خود بگید. بعد سوالم اینه که کلا این ورزشکارهایی که پولای کلان میگیرن، مثل مایکل جردن، نمیدونم مثل همین زیدان، همین مسی، هم تو تنیس و چیزای مختلف، اینا تو بافت اختلاف کجا قرار میگیرن؟ چون موقعی که بافت اختلاف تعریف میکنیم چه تو ورزش مخربن یا تولیدی؟ منظورتون مخربن یا تولیدی؟ نه اصلا تو مخرب نه، اون اصلا بافت اختلاف سازمان برای تو مارکسیسم یه چیز دیگه میکنه، در سرمایه یه چیز دیگه هستش. این تو کجا قرار میگیرن؟ با این پولای کلانی که میگیرن که اصلا نقشی هم تو تولید ندارن. این ناروشنه برای من، تو کجا قرار میگیرن؟ حالا اینا رو ما بهشون میگیم کالای واسط. کالای واسط یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مسابقه فوتبال میذارید همه نگاه میکنن، همه اون لباسایی که میپوشن، تمام این تبلیغاتی که حول این میتونید بکنید، تعداد بیننده که در واقع اودیمتی که وجود داره، این بازی وسیله است برای ایجاد اودیمت. حالا همه بازی‌های نیستن. مثلا فرض کنید کاراته ورزشی است بسیار پیشرفته، کونگ فو به همین ترتیب. ما ورزش متعدد دیگه‌ای داریم که مثلا حتی والیبال نقش فوتبال نداره. حالا یه تاریخچه‌ای پشتش شده، ولی مهم اینه که برخی از ورزش‌ها به معنای دقیق کلمه تجاری سودآور شده، بخش دیگه هنوز نشد و این خودش یک داستان مفصلی داره چجوری ورزش میاد وارد میشه. ولی اهمیتی که داره بیشتر از اینکه خود اقتصاد اون ورزش باشه که اون خودش جای مهمی رو بازی میکنه، به عنوان کالای واسطه، اینترمدیت پروداکت، یعنی کالایی که خودش هدف نیست، خودش واسطه خرید چیزایی دیگه است. خرید چیه؟ خرید اودیمت، یعنی همین که برای شما میبینیمش. این اصلی ترینه. این فرد صحبت هم مثلا مثل مایکل جردن یا مثلا زیدان، اینا که تو کار تولید نقش ندارن که نه. پول کلانی که میگیرن خب این چیزی هست، نوعی از سرمایه است، بهش میگیم سرمایه، نوع سرمایه بهش میگن اینتنجیبل کپیتال، سرمایه شهرت. مارکس سرمایه‌ای که کار کرد سرمایه متریال بود، یعنی اینوستمنت.
الان ما مهمترین سرمایه‌ای رو که داریم در یعنی سرمایه‌داری ما بعد صنعتی یا خدماتی، سرمایه شهرت. سرمایه شهرت یعنی من الان به شما چتر 5 یورویی رو چون مال ایو سن لوران هست بهتون میفروشتم 35 یورو. باور کنید خیلی زودتر هم میشکنه از اون 5 یورویی، ولی اسمش هست ایو سن لوران. پیراهنی که من میپوشم اگر مال باس باشه یه قیمت داره، مال ایو سن لوران باشه یه قیمت داره، دیور باشه یه قیمت داره، پیراهنی باشه بدون مارک باشه اصلا یه قیمت دیگه ای داره. از مونوپری بخوام بخرمش. یه چیزی است به نام سرمایه رپیوتیشن، سرمایه شهرت. در کارهای مارکس به ندرت راجع به صحبت شده. واسه همین من میگم اگر امروز یک کسی بیاد همون حرف رو تکرار کنه باید یه خورده نگاه که آخه این سرمایه‌داری کلی تحول پیدا کرد. مثلا کاپیتال مارکس تمام این سجل رو نگاه بکنید هیچی خیلی بنود نه اینکه هیچ برای راجع شرکت‌های سهامی در بخش سومی اشاراتی، ولی راجع به سرمایه شهرت در کار مارکس کاری نشده. خب و این یه بخشیه که سرمایه شهرت چی؟ بازیگرایی که ازشون زیدان اینا رو صحبت می‌کنیم اهمیتشون سرمایه شهرتشون. و در ضمن یه بزرگترین بیزنس دنیا فوتباله. هر دهکده عقب افتاده آفریقایش هم یکی به فوتبال دارن. کله گون ناشا ببینید چقدر به چی میزنن. تو افغانستان وسط جنگ داخلی داشتن ملت. و از مایکل جردن چطور ما مایکل جردن اسمش هم که ذهن هممون هست؟ برای که اینقدر گفتن اینقدر پول در میاره. من خودم یه سوال داشتم گذاشتم دیگه برای آخر. این حالا سوالم یه ذره شاید سینیک باشه، ولی شما وقتی مثلا مثال تولید کننده‌های اسلحه رو زدین، ما اگر که توی اقتصاد آمریکا حساب کنیم این چجوری تخریبی حساب میشه؟ چون یعنی بعد در واقع سوالم اینه چجوری شما محیط رو که میخوایم بررسی کنیم رو تعریف میکنیم؟ الان ببینید دو تا این سوال شما دو بعد داره. یه بعدش رو من الان پاسخ نمیدم ولی روش کار کردم. اون بعدی که هست اینه که کمپلکس صنعتی نظامی یا شیوهی که رابطه بین دستگاه نظامی و صنعت آمریکا هست چجوریه. من به این قصه اشارات داشتم تو سخنرانی که تو انجمن گفتگو دموکراسی داشتم، به همت آقای اخوی نازنین مثل همیشه اون آمد و در اونجا هستش در خود سخنرانی به طور تفصیلی تری میتونم رو اون قسمت که رابطه شد. ولی یه بعد دیگه‌ای داره صحبت شما که چجوری میشه مخرب بشه. ببینید این قدرت یعنی خشونت و در واقع قوه قهریه دو چهره داره، هم تجاوزگره هم حمایتگر. یعنی دولت وقتی که دولت وبر میشه یعنی قوه قهریه انحصار دولت میشه، دیگران خل سلاح میشن. این هم میتونه وسیله‌ای باشه برای حمایت کردن از حقوق مالکیت و به شما تعدی نکنه و هم میتونه جیبتون رو خالی کنه. چطوری میتونه جیبتون خالی کنه؟ اینجوری بگه آقا دارن جیبت میزنن، برای اینکه من جلوی جیبت رو بنزنن یه جنگ راه میندازن. بوش پسر رو نگاه کنید چه کرد دیگه. 2003 یه تهدید ایجاد کرد که این تهدید غیر واقعی بود، وجود نداشت. امروز که هیچ کس نیست که راجع به این تهدید کنه. خب به نام تهدید خیالی یک چیزی رو سازمان داد که یکیش در داخل خاک آمریکا اسنودن و اینا حاصل این اندیشه افزایش قدرت دستگاه امنیتی آمریکا بر زندگی شهروندان و مداخله کردن در کوچکترین جزئیات زندگیشون. در بیرونش جا انداختن اون حمله به عراق بود و در مورد دوره بوش من فقط یه چیز رو میتونم بگم. یه کتاب بسیار با ارزش رو نوشت به نام دولت غارتگر جیمز گالبرایت، پسر کلیت گالبرایت که استاد اقتصاد توی این ریاست انجمن دانشمندان مدافع صلح، اقتصاددانان مدافع صلح رو داره. او یک کتابی نوشت در مورد سرمایه‌داری آمریکا و اسم این کتاب فرانسه هم کتاب ترجمه شد و حرفش این بود: دولت در دوره آقای بوش تبدیل شد به یک شرکت که چجوری باید این شرکت رو چاپید و یک رابطه‌ای بین بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شد.
درست. به گمان من بوش یک انحراف جدی از لیبرال دموکراسی آمریکا بود، ولی ماهیت دولت رو تغییر نداد. یعنی دولت خیلی رفت به سمت چیز، ولی خب ما بعدش دیدیم این چجوری بعد از دوره بوش شما بعد از حمایت اوباما رو دارید که تغییراتی رو ایجاد کرد نسبت به. ولی به هر حال مطبوعات در اونجا نقشی دارن. میخوام بگم که این حرفایی که دارم میزنم اصلا نمیخوام بگم که دولت بوش همان اندازه جنایتکار سفاک است که جمهوری اسلامی. غیر، اون نظام استبدادی است، مذهبی. این نظام لیبرال دموکراتیک که با گرایشات بسیار قوی به سمت دستگاه غارتگر در دوره بوش پسر. یعنی این دوتا یه بار اشتباه نشه، حقوق به اصطلاح مطبوعات در ایران یک چیز، جراید و یه چیز دیگه است در آمریکا. من اصلا نمیخوام این دوتا رو ما یکی رو کنیم، ولی میخوام بگم که معنی این که این انهدام چیه میخوام بگم. و من اتفاقا یه فصلی از این کتاب، فصل 7 این کتاب 2016 این هست: عناصر غارتگر دموکراسی چیست؟ چطوری در دموکراسی ما عناصر غارتگر داریم؟ و این چیزا تازه نیست. و شما در مهد دموکراسی بریتانیا بود دیگه، شما رابطه‌اش با هندوستان نگاه کنید. مهد یکی از مهدهای دموکراسی فرانسه بود دیگه، نگاه کنید بعد چه کار کرد. بعد از حتی 5 سالی از انقلاب نگذشت که بعد داستان کشورگشایی های ناپلئون. یعنی رابطه دموکراسی در درون اصلا اسرائیل رو نگاه کنید، چرا راه دور نسبت به خود به اصطلاح مردم یهود اسرائیلی و به بیرونش فلسطینی ها. خب یعنی دموکراسی داستانی داره. میخوام اینجوری بگم، دولت مثل پیاز میمونه، هسته مرکزی دولت همیشه غارت کرد. بعد وقتی دموکراسی میشه لایه‌های پیاز بیشتر میشه آمریکا. یعنی اینجوریه که هر جوری شهروند حقوق بیشتری پیدا میکنه، ولی همیشه این خطر هست که این برگرده به جاهای باریک. بنابراین مسئله مبارزه برای حفظ و تحکیم دموکراسی مسئله دائمیه برای شهروندان جهان. خیلی ممنون. سلام و شب بخیر و شاد باشید. سال نو برای همه بزرگان. به نام خودم یه سوال خوردی داشتم مثلا بزنم. شما سه تا مفهومی که برای تخریب برگزیدید، مفهوم اول که اگر اشتباه نکنم تخریب مولد بود، مولد رشد اقتصادی است، درسته؟ تخریب مولد دقیقاً به این معنا که یعنی همون مفهوم destructive creation، به این معنا که ابداع دائمی، از بین بردن محصولات قدیمی توسط محصولات جدید، از بین بردن شیوه‌های سازمان دادن تولید قدیمی با اختراع شیوه‌های جدید سازماندهی تولید، این رو در واقع تخریب مولد. و یا این در زمینه ابداع، چوب رو استفاده می‌کنیم برای ساختن میز، بنابراین درختی رو قطع کردیم. یعنی به عنوان بذارید اینجوری استفاده شده در این اندیشه تخریب از اصطلاح هگلی تخریب به عنوان آنتیتز تولید، تخریب به عنوان جزئی از تولید. در تخریب مولد، تخریب به عنوان جزئی از پروسه تولید. برایند این تخریب به نوعی بوست میکنه، چی میگم؟ توسعه دقیقاً. مفاهیم دیگه دقیقاً در جهت برعکس نه، در دومی که به اصطلاح اولی رو من گفتم، اسمش رو گذاشتم تخریب مولد، تولید مخرب. تولید مخرب میتونه نقش دوگانه داشته باشه. یه مثال یکیش اینه، ولی مثلا یه جای نگاه کنید برای نمونه. وقتی که صنعت نظامی در آمریکا بعد از جنگ فعالیت کرد، رشد اقتصادی رو باعث شد. بهش میگن کینزگرایی نظامی. در ژاپن و در آلمان اساساً نمیتونستند
نیروی نظامی رو توسعه بدن و اون رشد بیشتری رو موجب شد. ولی همین آمریکا وقتی جنگ ویتنام رو وارد شد و جنگ کره، یکی از علل سقوط دلار، یعنی قدرت تسعیر دلار، تبدیل شدن دلار، یعنی قابل تبدیل شدن دلار به طلا رو از دست داد، به خاطر هزینه‌های این دو جنگ بود. بنابراین تخریب تولید تخریبی میتونه مولد باشه، میتونه ضد مولد باشه. برای نمونه میارم، برای اینکه باز نمونه بیارم. در برمه، در شیلی، نیروی نظامی نقش داشته در افزایش تولید. در ایران سپاه پاسداران نقش داره در تخریب تولید. یعنی میخوام بگم قوه قهریه اصلا هم ربط نداره به اینکه کار جنایت میکنه نمیکنه. حالا چرا اینجوریه؟ اون یه بحث دیگه که باید مستقل نمیکنه. قوه قهریه در خدمت رانت یا قوه قهریه در خدمت افزایش ثروت تجاریه؟ برای که زیاد وقتتون نگیرم فوری توضیح بدم. ببینید یه زمان این هستش که من به تاجر کشور خودم میگم از کالات حمایت میکنم، برای حمایت کردن از کالات از تو مالیات میگیرم 100 تومن. مالیات 100 تومن توپ و تفنگ منه برای کنترل کردن جنس تو. این 100 تومنی که من از تو میگیرم پایین‌تره از 150 تومن که کشور پهلودستی من داره میگیره بابت هم هزینه. یعنی من به تجار خودم امنیت رو میفروشم با هزینه کمتر. اینو من اسمش رو میذارم رانت تفاضلی پروتکشن، حمایت. یکی دیگه اینه، نه من یه قیمت انحصاری دارم برای حمایت کردن از تو، هزینه تولیدمو، هزینه حفاظتمو کم میکنه ولی قیمتمو افزایش میدم. یعنی چی؟ یعنی از تاجر خودم بیشترینم چیز رو میگیرم، خراج رو میگیرم. یعنی قهر میتونه، قوه قهریه وسیله خراج ستانی باشه، یعنی من میگم رانتگیری. اونجا رانت مطلق است، ابسولوت رنت، یعنی تفاوت بین قیمت و هزینه حمایت. یا رانت تفاضلیه، یعنی به تو جوری خدمت میدم که هزینه خدمات حمایتی تو کمتر بشه از همسایت. نوعی که انگلیسی ها کردن، ونیزی ها کردن، تجار ونیزی کردن، نوع در واقع تفاضلیه. قوه قهریه میتونه اونجا بالا بردن بهره‌وری رو موجب بشه. نوعی که پرتغالی ها کردن در قرن 15، برای که باز اینو یک اشاره کنم، نمیدونم دارم من زیادی این برنامه، ولی ببینید قرن 15 ما یه تجارت مهمی داشتیم به نام تجارت فلفل. فلفل شاه ادویه ها بود در قرن 15. فلفل باعث اتصال شرق و غرب بود. چجوری؟ تجار عرب فلفل رو برمی داشتند، می آوردند از طریق دریای سرخ، می آوردند به الکساندری. در الکساندری این رو می فروختند به تجار ونیزی، ولی بابتش یه خراج گنده‌ای باید می پرداختند. به کی؟ به فرعون مصر. آمد در قرن 15، انتهای قرن 15 کپ ورد پیدا شد که میتونید به وسیله اون دواقه امیدنیک با فارسی ما میگیم دور میزنید آفریقا رو. وقتی این اتفاق افتاد، یکی از تجار بانکدارای معروف ونیز که اسمش هست جرالامو پریولی پیش بینی کرد که با کشف این دماغه امیدنیک اونها میتونن، پرتغالی ها، قیمت فلفل رو به شدت ارزون کنن، به خاطر که دیگه خراج نخواهند پرداخت به مصر و به این ترتیب بازار ونیزی ها رو کساد کنن. پیش بینی این تاجر غلط از آب در آمد. چرا؟ چون پادشاه پرتغال که اون موقع فلفل دولتی بود، دست دولت بود در پرتغال، آمد چیکار کرد؟ آمد کشتیهاشو گذاشت تو خلیج فارس، دریای سرخ رو بست که فقط بیان از دماغه امیدنیک رد شن. بعد قیمت فلفل رو برد بالا. خب دو روش هست که غارتگران با هم رقابت میکنن. یک روش
توپ و تانک تفنگ، یعنی نیروی نظامی پرتغالیا رو بردن اونجا گذاشتن دریا رو چیز بکنن. یه روش رقابت بر سر قیمت هاست. رقابت بر سر قیمت ها یعنی همین. تاجر ونیزی همیشه سعی میکرد، اونی که حکومت دوش بود دیگه، یعنی به اصطلاح اونایی که ونیز رو اداره میکردن جز اولین جمهوری‌ها بود که دوک ها بودن اداره میکردن، خودشون تجار بزرگ بودن. همیشه سعی میکرد از روش استفاده کنه که هزینه نظامی برای تجار کمترین بشه. این یه منطقه که پریولی نمایندگیش میکنه. یه نماینده هم در منطقش پرتغالیا هستن. پادشاه میگه الا بالله خود این فلفل دولتیه ما میکنیم، ارتشون هم میره اونجا. خب در پاسخ به سوال شما بگم قوه قهریه در چه راستایی؟ برای تاراج، برای رانت، میشه قوه سپاه پاسداران، یا در ارتباط با افزایش سود تجاری، اون میشه انگلستان، میشه ونیز، میشه همه آمریکا. اینا در واقع بیشتر، البته آمریکا تو این دوره اخیر یه ترکیبی از دوتا بود، ولی میشه این منطق. بنابراین مسئله خوب و بد قوه قهریه نیست، در این حال چجوری استفادهش میکنید هم هست. الان جواب بگو سیاست داشت. دیدی که ما جلوی کسی یه چیزی رسیدم بگم. بشر آن است که میره درختای جنگلا رو میزنه، باش کاغذ درست میکنه، روش بنویسه که درخت‌ها رو نباید زد. همین هست دیگه. واقعا تخریب مبالغه است. تولید